بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین تنصیحت و سلامت باشین و در امنی الهی قرار داشته باشین. همدیران و هموطنان عزیز، من شما رو با برنامه قدرت و حقیقت تحت شماره 20 خوش آمدید میگویم. با شما هستم عبیدالله سیدی و چند ساعتی اخیری در خدمت شما قرار خواهم گرفت و پیرامون موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد. همدیران و هموطنان عزیز، ما همطوری که وعده دادیم هر برنامه کوشش میکنیم در موضوع انقلاب کمک صحبت کنیم و این موضوع را میگذاریم به موضوع آخر که به موضوع دوم ما ارتباط دارد و بعد میگردیم به موضوع افراطگرایی. این موضوع افراطگرایی را در پیش از موضوع انقلاب صحبت میکنیم و برمیگردیم بعد به موضوع انقلاب، زیرا هر ارتباط خیلی زیادی دارد. زیرا موضوعی که ما انتخاب کردیم یعنی انقلاب و افراطگرایی و فشار نامعین، مخصوصا انقلاب و افراطگرایی که امروزه اتهام کرده می شود، من در آخر صحبت میکنم، چون به امروزه جامعه تاجیک بسیار ربط نزدیکی دارد که هر کسی که امروز متاسفانه برای مبارزه و برای دیگرگونی برمیخیزد او را همچون افراطگرا و این گونه نمایان میکنند. در خاطر ما اینها را در هم قرار میدیم و پیش از همه ما برمیگردیم برای موضوع اولی خودمون، این فشار نامایانی که امروز به جامعه ما در تاجیکستان قرار میگیرد. ما از جمله در این فشارهای نامعین مسئله زندانی های سیاسی را که در اینجا شاکر جان حکیموف در روزهای گذشته در رسانه‌های آزادی و به مناسبت زادروزش سر صدا بلند شد و خانواده ایشان هم یک نواری کردن که دردی دیدیم جامعه را بسیار بسیار بسیارتر کرد. مشکلات تکثیرانها و منپول کردن ساحه های تجاری در تاجیکستان صحبت میکنیم که این نامعینی تا کی ادامه میکنه. همدیران و هموطنان عزیز، پیش از آن که برگردیم به مسئله شاکر جان حکیموف، من میخوام مسئله داغی را که امروز در جامعه تاجیکستان به میان آمده صحبت کنیم، مسئله بیکاری. دوستان و هموطنان عزیز، همونطوری که شما میدونید در جامعه امروزه ما یگانه کار ساده‌ای که میتوانی بکنی این رانندگی است. زیرا رانندگی یک مسئله عادی شده است که هر کسی که به تاجیکستان برمیگرده میتواند همون شهادتنامه رانندگی یا گواهینامه را از همون جایی لازمه به نرخ 200 تا 500 تا 1000 دلار خریداری کنه و برمیگرده برای یک قرض بگیره و چیکار کنه، تکثیرانی کنه یا که راننده کدام شرکتی باشه. این مسئله ای است که بیشتر مردم کشور ما، هموطنان ما انجام میدن. چرا چنین کارها رو انجام میدن؟ چرا مثلا همه این کسایی که برمیگردن فقط این گواهینامه یا شهادتنامه رانندگی را میخرند و میروند فقط سر موضوع رانندگی و یا تکثیرانی و امثال این؟ چون دوستان گرامی و هموطنان عزیز، از همه راه آسان و ساده ای که امروز مردمی که در فدراسیون روسیه مجبور اخراج کرده شدن به تاجیکستان روان کرده شدن، آنها فقط یک کار میتوانند انجام بدن، بروند در تاجیکستان، در ساختمان تاجیکستان که معاش کم داره کار کردن نمیتوانند. فقط اینه که اینا بتوانند یک ماشین میخرن، اونم قرض میگیرن یا خانه خود رو میمونن گروگان، یا اینکه یک دارایی دیگه دارن اون رو گروگان میگذارن، یک ماشین میگیرن و همون شهادتنامه رانندگی رو میخرن و میرن برای رزق روزی فرزنده و خانواده خودشو کار میکنن. و اینجا است که چند روزی شد، در چند ماهی میشود در نامعینی نسبت همین راننده های تاکسی در تاجیکستان و مخصوصا در شهر دوشنبه خیلی زیاد شده است. یعنی راهی معین، قانونی معین، رفتار معین، یگان چارچوب معین برای اینها از جانب شهرداری گرفته نشده است. یعنی تاکسیران های امروزه یک روز برایشان میگن که شما باید ماشینتون الکترونی باشد، یک روز دیگه میگن ماشین شما باید زرد باشد، یک روز دیگر میگن ماشین شما باید سبز باشد. خب هر روز یک قانون جدید، یک چیزی نوی برای اونها پیشنهاد میکنن، در صورتی که خودی شهرداری دقیقا نمیداند که چه قانون و چه معینی برای رانندگی های تاکسی آماده بسازد که یک کسی که از روسیه مجبور اخراج شده است و اومده است در تاجیکستان، میخواهد در وطن خود حد میخوان
قرض گرفته برود یک جا کار بکند، برایش همین مشکلات پیش نیاد. بداند که وقتی که من تاکسی رانی میکنم چه کاری را برام نیاین. از همه بدترش این است که در تاجیکستان ساحه تجارت ساحه مونوپولی است. حتی در همین ساحه تاکسی هم امروز ما میبینیم که متاسفانه کدام از اولاد و نزدیکانی حکومت دیکتاتوری امام رحمان رو باز هم چیکار کردن، زیر دست خود گرفتن. حتی ساحه تاکسی یکی از ساحه‌ای است که هر کس میتواند یک ماشین بخرد، در راه برود و شروع کند به کار. ولی حکومت دیکتاتوری امام رحمان و اولاد گرسنه او باز هم چشم دوختن به همین ساحه، به ساحه تاکسی. در همین هفته اخبارای نشر شد که تمام راننده هایی که در شهر دوشنبه میخواهند با تاکسی کار کنند ماشین قرض کردن و شما میدونید که ماشین های الکترونیکی بسیار گرانند. هر این ماشین کم کم از 20000 دلار که 20000 سومانی بالاتر باید پول پرداخت کرد که ماشین را خرید. ولی ما میبینیم که اینها قرض میکنن، این ماشین را میان میخرن چون شهرداری مجبور شو کرده است که ماشین الکترونیکی بخرن. بعد میاد برای اونها چیکار میکند؟ کارمندان مخابرات را، یعنی امنیت دولتی بازرسی را چیکار میکند؟ به جان آنها میاندازد و اونها را نمیماند که در شهر چیکار کنند؟ رانندگی کنند. شماره ماشین اونها را میگیرن، گواهینامه یا شهادتنامه رانندگی اونها را از دستشون میگیرن و برایشون هیچ توضیحی نمیتین، معلوماتی نمیتین که ما چرا اینها را از دست شما میگیریم. فقط میگن که اگر میخواهید کار کنید بروید به تاکسی 999 90 باید به تاکسی 90 مراجعت کنید. و این کارمندا میگن که برای مراجعت کردن به تاکسی 90 باید ما در اونجا 10 تا 12 یا چند هزار سومانی بسپاریم تا ما رو در اونجا به کار بگیرن. یعنی ببینید حتی همین شرکتی 90 دقیق نیست که مالکیتش از کی است و کی ایرا ساخته است. چگونه در یک وطنی که یک شرکت پیدا میشه و اونم از تمام راننده هایی که میخواهند تاکسی کار کنند 10,000 بالاتر ستانیده می شود و کارمندان بازرسی دولت امنیتی باز چیکار میکنن؟ اتومبیلی فریاد میکنن تا شماره های ماشین تا میگیرن، شهادتنامه رانندگی اتران میگیرن، فقط اشاره میکنن که باید برای در فلان شرکت کار کنید. یعنی کمک میکنن به این شرکت. خودش چرا از گواهی از چی میدهد؟ شما خودتون بینندگان برای خودتون عین حال سوال بتید که چگونه میتواند پشت این نانمایانی باشد؟ چی نامعینی میتواند در اینجا موجود باشد؟ شرکت رو کی اداره میکند؟ چرا معین نمیکنن که شرکت در کی است؟ چرا کارمندان دولتی در برای مجبور کردن راننده ها و اون شرکت که برن در اون شرکت کار کنن کمک میرسانند؟ مگر کارمندان بازرسی دولتی اینو کارشان نگاه کردن راننده ها نیست؟ مشکلات راننده ها نیست؟ تأمین بخطری امنیت راه نیست مگر؟ بیاید همین نوار از رادیوی آزادی با هم تماشا میکنیم و سپس صحبت را ادامه میدیم از حالت تاکسیرانا با خبر شیم و صحبت ادامه میدیم. این شماره از رقم‌های قید دولتی سبز یا الکتروموبیل هاست که در چند روز اخیر از تاکسی‌های شهر دوشنبه برچیده و نابود کرده می‌شوند. گروه از رانندگان تاکسی‌های شرکت رخش شکایت دارند که از آغاز ماه اپریل ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را بازداشته بدون پیشنهاد دلیل مشخص رقم‌های ماشین‌هایشان را مصادره می‌کنند. ما 200,000 قرض کردیم، خمونده جای کارگوی تشکیل کردیم، اساس شو بگیریم. ما باید همین اولامون بخرونیم. لیکن یا گرفتن یک بوره مورا در راه قپیده گایا نمیرومون گرفتن. این آواز ما نمیاد. یگان که صاحبش گفتن نمیتون. شرکت میریم صبر کن. اوجاش میریم گای میگه شرکت برین. اوجا دا میگه لیمیتون زیاد شده گای میگه. دیگه نمر باید نگه اینجا شرکت نام گرفته دو دسته. ما نمیدونیم چیکار ما بانگونه چیکار میکنیم. اویلامون چی خیلی میخرونیم. ما میخوایم که بفهمیم همین کی تشکیل کرده برای چی کرده. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بر عوض مصادره رقم قید دولتی تاکسی ها سند را به رانندگان دادند که نه مهر دارد نه امضا.
ماشینم 20 دقیقه بود پیش خانه ده ما دری کلو ندارم ایجا ایستادگیش اومدن نمره را کندن نکم تو ای خانه برو اومدن گفتن نمره تا کندن вже نویستیان که مثل ممکن است فرمانه وقتی که در ماشین راننده وجود نداشته باشه ولی در وقتی چیزش ممکنه همین کار که نمره ما را کندن. در شرکت رخش تاکسی رانندگان پاسخی مشخصی نگرفتند و سرانیان حاضر نشدند که به خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را شرح دهند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی برای شرح این موضوع نامه رسمی طلب کردند. گفتم بیار نمره را بسپرین، نمر زر داشتیم سپریدیم تا حاضر یکی نمر نمیتیم میگن که صبر کنین نمر میشوه میگه یک ماشین بانک اومدگی نمیدونیم چیکار کنید مردم قرضو را های شرکت گفتم که نمره را بسپرین نه ما چی خیلی برام ما در سوق سپردگی ما بانک قرض دارم باز برام با 10,000 گتا جو برام بتم. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه از ماه ایونی سال 2024 باید تمام شرکت‌های دوشنبه تا ماه سپتامبر سال 2025 تمامی تاکسی‌هایشان را برقی کنند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی 13 شرکت تاکسی موجود است که جمع الجمع 7777 تاکسی دارند. کواتا یا سهمیه تقسیم شده برای همه شرکت‌ها 4350 تاکسی است. اما برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت 90 850 تاکسی، شرکت 4 566 تاکسی، شرکت دیگری 4 441 تاکسی، شرکت 70 572 تاکسی، شرکت 33 210 تاکسی بیشتر از کواتا داشتند. خب دوستان، همونطوری که شما دیدید مشکلات راننده ها را و واقعا هم این مشکلات وجود داره و مشکلات یک مشکلاتی عمیقی است که حتی ساحه تاکسی نیز از جانب اولاد امومالی رحمانوف مناپول شده است و همونطوری که میبینید و بازم از اینجا بازم به یک نقطه دیگه اشاره میکنیم که شما دنبالی همین شرکت 90 که صاحبش یا که مالکش معین نیست که کی است دنبال کنید و ببینید و پیگیری کنید که در آینده این شرکت به چه کارهای دست نمیزند و این چیزها را شما دقیق بدانید که ببینید وقتی که کارمندان را میبینید که شما باید مثال میگیریم که نامعینی وقتی که در شرکت ها موجود است در تاکسی ها موجود است و وقتی که شما میبینید که همین راننده اومده است مثلا در رخش 3000 داده است کار کرده است عین حال و از اینجا ایرا شماره‌اش گرفتن میگن تو چیکار کنی باید بس کنی در حالی که همین شرکت شماره‌های نو داده است به دیگه تاکسی راننده ها را. پس یعنی دقیق یگان معین کردگی نیستن که همین رخش مثلا تاکسی چی قدر داشته باشد 90 چی قدر تاکسی باید داشته باشد همین شرکت ها بر اساس ظرفیتی که دارن چی قدر توانایی شماره دادن رو دارن و چی قدر راننده رو میتونن در همین شرکت خود جای بدن و آیا مشتری کافی برای همین تاکسی رانهای خود دادن میتونن یا نه تأمین کردن میتونن یا نه این چون اینها همه ماها از این راننده ها پول میگیرن و فایز میگیرن آیا اینو میتونن همین راننده های خود رو با فایز تامین کنن. من نمونه مثالش را میزنم که وقتی که در دولت های اروپایی در زمانی کووید کرونا ویروس وقتی که اوبر راننده هاش از کار موندن در 2020 تا 2021 بیشتره طول یک سال راننده ها کار نمیکردن ولی اوبر معاش این راننده ها را پرداخت میکرد به خاطری که این راننده ها قبلا در شرکت اوبر کار میکردن و شرکت اوبر از اینها مالیات میگیرید. وقتی که اینها بیکار موندن شرکت اوبر تا زمانی که همین راننده ها برنگشتن به سر کرونا ویروس از بین نره و به حالتی خود برنگشت همین راننده ها طول یک سال بیشتر معاششون پرداخت کرد. یعنی قانون دقیقی موجود است که یک شرکت چقدر میتواند در حالت بیکار شدن یک رانندهش مشکلات پیش آمدن یعنی حتی قانون‌های در همین کشورها موجود است که وقتی که یک شرکت توانایی کافی مشتری دادن رو برای تو ندارد او رو یا از یعنی اجازهش نمیتین راننده بیشتری بگیرد و یا اینکه که معاش اون راننده ای را که دارد باید تامین بکند. پس وقتی که شرکت های ما در تاجیکستان
قانون‌های دقیق ندارن و حکومت شهر تاجیکستان و شهرداری برای اونها دقیق قانون نگذاشته است، معین نکرده است، پس چگونه میتواند بیای شماره‌های اشخاص رو بگیرید؟ شما اولا معین بگذارید، چارچوب رو دقیق کنید و بر اساس چارچوب دقیق کرده راننده ها را زندگیشان رو معین کنید. این رو میگوید که من کردیت یا این قرضی را که از بانک گرفتم چگونه بتیم فرزندایم رو چگونه بخورانم؟ من از کجا 10,000 دیگه دارم حوض برم در شرکت 90 بتیم که کدام اولاد ایوملی رحمانوف که این شرکت را مونوپولیا کرده است نگاه بدارد؟ این مشکلات تا کی ادامه میکند؟ نامعینی تا کی ادامه میکند که همه ساحه عاوز ما برگردیم از ساحه آرد گرفته، یعنی گمرک کلش در دست حکومت ایوملی رحمانوف مونوپولیا شدگی است. یکی از برادران ما که در تاجیکستان در ساحه تجارت کار میکرد بسیار یک نقطه مهمی رو در اونجا ذکر کرد برای ما که گفت وقتی که ما یک بارک وقتی که می آوردیم میخواستیم در گمرک مثلا $100,000 بسپریم، یک از همین کارمندان مقامات ویدیوش هست در شاهدان ایوملی رحمانوف، ویدیوش هست در صدای مردم که اون زمان برادر نوردین ریزایی صدای مردم رو پیش میبرد. یک از تاجرایی که در پولشا زندگی میکرد، عین حال نمیدونم شاید در پولشا باشد یا که در آلمان، اون انسان وقتی که در اون برنامه صحبت میکرد گفت که من وقتی که 100,000 مثلا دلار باید که گمرک پول پرداخت میکردم، نورالی یکی از نزدیکان ایوملی رحمانوف خشتوار او میومد میگفت که بیا برای من $20,000 بده، من این پول بوریترا اصلا به پول میگذارونم، $20,000 تی 100 تنتی من این بوریترا میگذارونم میارم. یعنی وقتی که در گمرک باید همین تاجر $100,000 برای مالیات کشور ما و شما پرداخت کند، یکی از اولادی ایوملی رحمانوف میآید و میگه که تو بیا برای من چیکار کن، پول بده، من این مالیات را در فراخت میگذارم. گفت وقتی که دید که من آوردم از من $20,000 گرفت، بار اول بار گذارون، بار دوم اومد گفت که بیا من $50,000، بار سوم اومد گفت که بیا ما 50 در 50 کار کنیم، هم خیلی اومد شرکت مرا زد از دستم گیری. یعنی ساحه تجاری مونوپول شدگی است، از دامادای گرسنش گرفته شده تو همون فرزنداش تو خسر بچه‌اش همش میان چیکار میکنن؟ تمام ساحه تجارت چیکار میکنن؟ بند میکنن. وگرنه ما برها در اینجا گفتیم که مواد اولیه باید در تاجیکستان گمرک پرداخت کرده نشود، مخصوصا روغن، ارد و این چیزا باید اصلا گمرک باید نداشته باشن، انداز نداشته باشن، باید بدون مونوپول به تاجیکستان برگردن، باید با نرخ قزاقستان حد امکانی اندازه فرق نداره از قزاقستان، نباید گمرک داشته باشن، نباید این دیگر خراجاتی که بالای این ارد گذارنده می شود داشته باشد. مواد غذایی که مردم ما نیاز به اون داره، وقتی در بالای مواد غذایی وقتی تو گذاری، ما چگونه بتونیم از مشکلات مردم رو حل بکنیم؟ مردمی تاجیک که ما بدون نان هیچ چیز خورده نمیتواند، گندم خدایزاده که از زمین چی میآید، خدایزاده از زمین قزاقستان میآید، ارد که از قزاقستان میاد، ما میدونی چقدر در اونجا گمرک پرداخت میکنه. باز علاوه بر اینه که گمرک پرداخت میکنه، مونوپول شده است، دستی دامادای ایوملی رحمانوف است. بعد ما میبینیم که فرزند فلانی اومد در فلان جو خیر کرد. هم هفته گذشته ما در مسئله 4 سال حکومت شهرداری بچه ایوملی رحمانوف رستم ایوملی صحبت کردیم و در اونجا گفتیم که ایوملی رحمانوف در سخنرانیش چی گفت؟ در پیش تمامی نمایندگان پارلمان برآمد مجلس ملی و در اونجا اعلام کرد که بله این چیزهایی که در وصف فرزندی ما گفتید واقعا خوب است، ولی باید 10 برابر این را بکند. این وصف شما نشان میدهد که واقعا این جوان زحمت میکشد و کار میکند. این جوان چیکار کرده است؟ 4 تا ساختمان ساخته است. شما یک شرکت های را نام ببرید در شهر دوشنبه که همین رستم ایوملی ایجاد کرد و در او شرکت ها امروز 20,000 100,000 200,000 آدم و جای کار تامین شدگان. همین شرکت های ساختمانی که داره بکس، اون هم شرکت های ساختمانی بکس رو ببینید.
همه در هم ریختگی است. خانه‌های مردم را سوختگن، پول ده یک خونه ده سه کس فروختگن، پول مردم را گرفته ولنگور کردگن، مردم را فریب کرده گشتن. هر روز دروغ میگن، هر روز اوه داد و گریه و فیغان مردم میبروید. فقطشون و کارشون در یک نقطه میرسد، ساختمان یگانه راهی شستن مالکیت دولتی است. یعنی سازش یک مالکیت، یک میگوید نمیقدر سومت کی میسازه؟ فقط یک در بیشتر از دولت ها توسط چی پلان میبرورند؟ توسط ساختن ساختمان، توسط ساختن راه ها. این دو نمود خطی پول را میشوان از بودجه کشور میدزن. این ملت رو شرمنده کردن، شرمسار کردن، سرسان سرگردانش کردن. ما هم قدر گپ میزنیم، هم قدر میگیم، جدی در یگون مسئله نمیگیرن. یک شرکت تاکسی به نظم در آوردن نمیتوند این بچه. یک شرکت تاکسی را یک قاعده معین نمیگرداند، چارچوبش در قرارش نمیتید، یک چارچوب دقیق درست نمیکند. این چگونه شهر را اداره میکند؟ چگونه اداره کردن شهر است؟ چگونه تو 5000 تاکسی تو لیمین میگذاری، 8000 تاکسی در شهرها در شرکت ها موجود است؟ چگونه شرکتی 90 میتواند 800 راننده داشته باشد؟ باز علاوه بر این با دیگر راننده ها را مجبور کنین که برای از شرکت بخرین، شماره هاشون را بگیرین، بعد ببندینشون، تمام تاکسی ها را مجبور کنین که باید بروند در شرکت 90. کجا است برابری؟ او شرکت هایی که قبلا کار میکردن، او شرکت ها کجا شدن؟ مونوپولیا میکنید، تمام ساحه تجارت تاجرا را مفلس میکنید، از بین میبرید. بعد میگویید که سرمایه به تاجیکستان نمیآید. سرمایه از کجا بیاید وقتی شما سرمایه مردم را دزدی میکنید، مونوپولیا میکنید، به اولاد تعلق میدهید؟ امروز میخواید در یک ساحه سرمایه گذاری میکنید، این ساحه فقط تعلق به فلان نفر دارد، فلان خشاوند اومدی رحمان و فضل، باید برای به فلان نفر به اصطلاح روسی دگاوری سکنی، گفتگو بکنی که باید چند فایز به این نفر بده که میتونید این سوال کار بکنی. آقای قدر رزالت ما تو کجای دوما میتیم؟ پس با میبروه میگه که شما تعریف توصیف کردی فرزندی من میتواند، این فرزند شما هیچی نمیتواند، رستم ولی دست چیزی نمیآید. یک چارچوب رو برای راننده های تاکسی دقیق درست کردن نمیتواند، یک قانون گذاری معینه برای اینو انجام دادن نمیتواند. یگان شرکت دقیقی که مردمی از مهاجرت مهنتی برمیگردن، در اوجا از کار بیرونشون میکنن، اجبارا اخراجشون میکنن، در تاجیکستان میان جای کار ندارن، برایشون جای کار تامین نمیکنید. مردم رو مجبور میکنید، فراری میتید از وطن که بگریزن برون. همین تو هم طریقی برای از همین وطن برای بیرونش، هر کجا کار میکنه برای از وطن بیرون کار بکن. باید در داخل وطن باید نباشه، در داخل وطن که باشه باید نمیخواد سرسان سرگردان بگردونن. باید این همونونه که در خارج کار کردی، 1 سال ایستادی یا 6 ماه ایستادی، باید پیشی اولاد زن فرزندت برگشتی، بیای 6 ماه درم جا بیستی، 6 ماه بگوی بکار نمونم. همون چند سومه که کار کردی، یا ماشین میخری که میگو حد امکان در این نمیجایی که یک بزرگشده یک چیز میخری، یک ساحه تجارت همون پلت میگردونی که حد امکان همین 6 ماه در اینجا بکار نمونم. همین پلی آوردگین کاملا از بین نره. اینا باید کار میکنن که برای اینو درست، برای دروغ، برای فریب اینا می پلی ترا میگیرن، مفلست میکنن. باز قرضدار شده چیکار میکنی؟ برمیگردی به یگان کشور خارجی را به مهاجرت میری. باز چند سالی که در اون کشور مثل زحمت میکشی، تلاش میکنی، با قرض میکنی، با کار میکنی، این قرضات پرداخت میکنی، کار میکنی، جمع میکنی، برمیگردی به زنی، به پیش زن فرزندات هم میای، با میای میگوی یگان ساحه تجارت کار کن، با دزدی فریب میکنن. این مردم از کجا بیابه؟ حد امکان کسی که توانایی فلان نمون ماشین خریده را ندارد، شما دیگه ساحه‌اش برای اینا آماده بسازید، امکانیت های دیگر را فراهم کنید.
برای مردم را به جای کار تامین کردن قاعده درست انجام بدید. اگر اعتماد باوری ندارید، این فساد را از بین ببرید. تو راننده ها دقیق بیان طبق اساس دانش مفکوره خود کار بکنن. بعد میگه که رستم اومالی فرزند من با تمام این چاپلوسی تعریف و توصیفی که شما میکنید سزاوار است، ولی باید چند برابر این را بکنه. چی سزاوار چیکار کرده در طول 4 سال؟ در طول 4 سال یعنی تاکسی ها هر ماه 2 ماه بعد 3 ماه بعد مشکلاتشون میبروید. باید شما روی سبز بگیره، شما روی زرد بزنی، باید رنگای زرد بگیره، رنگای سبز بزنی، باید از این ماشین به ماشین الکترونی بگذاری. هر ماه هر روز یک قانون باید جوری میکنن. یک برنامه، یک چارچوب، یک نقشه میتونه در 10 سال 20 سال خدمت بکنه. یک نقشه درآمد خوب دقیق دقت بکشید، نقشه رو آماده درست بکنید، دامین راننده ها میتونن 10 سال در همین یک چارچوب قانون کار بکنن. پس قانون دقیق حق حقوقشون میدونن، حدودشون میدونن، از اونجا نه بالا میرن نه پایین میرن. شما وقتی که یک دقیق حدود جاری نمیکنید، دقیق است که این مشکل به میون میاد. پس از چارچوب از این چیزا صحبت نکنید. همجوران عزیز و هموطنان عزیز، امیدوارم که این مشکلات مردم و مخصوصا راننده های تاکسی در کوتاه‌ترین فرصت حل قچه پیدا میکنند. من از همین جا بازم پیشنهاد میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت و همین اشخاصی که برمیگردن از روسیه میآیند یا دنبال تاکسیرانی میروند و یا مشورت گیری میآیند، مشورت چون که برایشون جایهای کارهای دقیق معین طبق ساحه‌هایی که میدونن و کار کردن برایشون معین. اگر مهاجری که در ساحه سودا کار کرده تجارت براش پیشنهاد بکنین، بگین چقدر سوم به خودت آورده، چقدر مبلغ داری و کدام ساحه تجارت میشه کار کرد. وزارت کار و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان این وظیفه اونهاست. باید وقتی که یک نفر از روسیه برمیگردد، باید مشاورها در وزارت مهنت و شغل اهالی موجود باشد که این وزارت بشیند با هر کسی از روسیه برمیگردد و دنبال کار است قطعش مشورت بکند، بگوید دو در هموطن هم کشور خودت مثلا عین حال از روسیه برگشتی، خوبیا در روسیه چیکار کردی، تحصیل کردی، چی شغل داری، در کجا کار کردی، چی تجربه داری، چی توانایی داری، چی قدر پول داری و وابسته به همین معین کنه راه همین رو. پس بگه که برادر تو در ساحه ساختمان کار کردی و فلان کارها را میتونی در فلان منطقه تاجیکستان فلان نمود کارها زیادتر است. این کار را که خودت بلدی در همین منطقه تاجیکستان از همین کارها بیشتر انجام داده میشه، شما بتونید فلان منطقه تاجیکستان برید فلان کارها را انجام بدین، در همونجا دنبال فلان کار بگردید. یا اینه که اومدی خودت مثلا از روسیه اومدی در روسیه تحصیل کردی در ساحه مثلا آموزگاری فلان، خب در فلان مکتب در فلان جا آموزگار نمیرسه و کوشش کنیم به فلان جا مراجعت کنیم و خودت در ساحه طب خوندی میتونی فلان کارا را بکنی. خودت شغل نداری، در روسیه کار کردی، تاکسی کار میکردی، چقدر مبلغ داری، برو مثلا در ساحه تاکسی یک ماشین بخر اجاره بگی ما کمک میکنیم فلان کارا را انجام بدی. در ساحه سودا کار کردی، چقدر پول آوردی ما برات کمک میکنیم، از چین، از ترکیه، از دیگر کشورها فلان شرکت ها هستن برای تو را بار ارزانتر میارن، برو در بازار در فلان جو اجاره بگی و بازم ما میایم نظارت میکنیم که خودت مفلس نشای، ساحه تجارتت پیش بره. یعنی یک وزارت مهنت و کار شغل اهالی باید چنین کارا رو انجام بده. ما پیشنهاد میکنیم در کوتاه‌ترین فرصت این کار حل کرده بشود و وزارت مهنت فقط دستاش در بنیش نشیند بلکه کار بکند. این یک مسئله. مسئله دوم، نبودن قانونگذاری را که موجود نیست درست بکنید. یعنی قانون رو، چارچوب رو، حد حدود رو برای راننده های تاکسی مخصوصا در داخل شهر معین کنید. این فقط تعلق به ساحه تاکسی نداره. حالا ما اینجا چون مشکلات ساحه تاکسی است، در این ساحه
صحبت میکنیم، ولی دیگه سوارم یک چارچوب حد حدود در دایره قانون برای هر یک انسان و هر یک ساکن معین کنید که مثلا وقتی که من میخوام راننده تاکسی بشم، باید در قدم اول بدونم که در یک سالی که یا که 2 سالی که من همین ماشین را قرض میگیرم از بانک، در طول 2 سال 3 سال من همین پول بانک باید برگردونم. همین ماشین را گرفتم، پول بانک باید برگردونم. پس در حدود 2 سال یا که در حدود 3 سال من قانونهایی را که وارد همین تاکسی میشم، نظم حدودی را که جاری کردین، باید معین ما بدونم که در همین 2 سال چقدر من ضرر میبینم و فایده اگر ببینم چقدر فایده میبینم. یعنی حدود و چارچوب موجود باشد که امروز من ماشین نگرفتم، فردا بیای بگه که این ماشین ایت نمیشود، بگیر از بیرونش که پس من پول بانک ما چگونه پس میگردونم. برای همین چارچوب و معینی برای راننده های تاکسی در داخل مخصوص شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ معین کرده بشود و در دیگر ساحات هم باید یک چارچوب دقیق یا حدودی و یک قانونگذاری معین جاری بکنید، وگرنه همین گونه مشکلات ها به میان می آید. و این مشورت ها برای این همین اشخاص بیسوادی به مانند رستم امامزاده کوشش کنند که این مشکلات رو حل بکنند. پیشنهاد دیگری است که کوشش کنید که حالت پست اقتصادی که در کشور ما هست تأثیر نرساند به همین مردم، تأثیر منفی. یعنی با روحیه مردم کار بکنه. همینطوری که در بالا ذکر کردم، وزارت مهنت باید بیشتر تلاش کند در این ساحه، بیاید تنظیم بکند که یک راننده تاکسی چقدر فایده میبیند و چقدر ضرر دارد. وقتی که ببیند که راننده تاکسی بیشتر ضرر میبیند و شرکت ها بیشتر فایده میبینند، پس باید با شرکت ها کار بکنی. بیا شرکت ها را بگو که امروز خودت پلی مردم دزدیده ایستادی، همین راننده ها را حق شون دزدیده ایستادین. بیا این راننده ها، اینمو مثلا 100 راننده را یا که 1000 راننده را تنظیم کردیم، نظارت کردیم، مشکلات کمتر است. یعنی مشکلات چون زیادتر است، اینا پلی دقیق درآمد دقیقی ندارن، ضرر میبینن. پس شما فایده بیشتر میبینید، بیاید این فایده را به سودی رانندگان برگردونیم. این کار نظارتی وزارت مهنت است که این را بررسی میکنه، حل میکنه و مشکلات کارگران را به پارلمان، به شهرداری و به قانونگذار پیشنهاد میکنه. این چند پیشنهادی بود که در این مسئله من انجام دادم و امیدوارم که این مشکلات در کوتاه‌ترین فرصت حل خودش پیدا میکند. و ساحه بانکی هم باید دیده شود که در ساحه بانکی قانون جاری کرده شود که وقتی که یک راننده یا که یک کسی که مثلا یک تجارت داره یک ماشین میگیره، تاکسی کار میکنه، در صورت چنین مشکلات پیش اومدن باید در کوتاه‌ترین فرصت به بانک مراجعت کنه و بانک براش وقت بتیه. مثلا همین تاکسی هایی که امروز دیدیم مشکلاتشون پیشتر است، وقتی که همین مشکلات پیش اومد برای به بانک مراجعت کنه یا که برادرها همین مشکلات به من پیش آمده است و امروز شماره مرا از جانب پلیس با فلان سبب گرفتن و شما بیاید فلان قانون رو فلان تا زمانی که همین دوم باره آغاز نشود کارش رو و شماره مرا باز پس نگردانن، همین پول بانک مرا نگه بدارین و بانک باید این کار رو به شهروندان و ساکنان انجام بدهد. یک برادر خیلی زیاد نوشتن که کامنتر رو بخونیم. خب کجاش بخونم برادر؟ اینجا زیاد نوشتین برادر. کدوم کامنتری منظورتون است؟ خب اگر که منظورت امین آخری چی باشد، خب کارگرانی شغل حالی بدون نکی تو چند سوم داری پس توا میکنن، قطعی معلم میگردن به قرضدار میکنند، احمق بوده مردم راهی زتر یاد نته. خب میگه که منظورش که این ضررآور است. برادر عزیز و سرگی، خب نام روسی است، حرفات کاملا اشتباه است. درست است که در تاجیکستان فساد وجود داره. ما در قدم اول گفتیم که فساد و مونوپولی باید از بین برده شود و وقتی که فساد مونوپولی از بین برده نمی شود این مشکلات به میان می آید. در این شکی نیست. ما پیشنهاد کردیم، سبب پیشنهادی ما اون نیست که یک انسان می رود به اداره وزارت مهنت از اونجا پول او سیتونیده و دزدیده شود، نه، بلکه
با او کمک کرده شود. یعنی فساد نباید در ایسا موجود باشد. به همین خاطر وقتی که ما پیشنهاد میکنیم بر اساس او پیشنهاد میکنیم که فساد کاملا از بین رشکن کرده شود در ایسا، تا مردمی که اذیت کشیدن از روسیه بازگشتن چیکار کنن؟ بیان در داخل وطن و جای کار تامین شود. خب زنده و سلامت باشین. این موضوعی بود که ما صحبت کردیم. میگردیم به موضوع بعدی، موضوع شکر جان حکیموف. بیاید دوستان و هموطنان عزیز از رادیو آزادی به مناسبت زادروز شکر جان حکیموف، یکی از بزرگان مردمی تاجیک، صحبت خواهیم کرد و چند نکته رو پیرامون زندگی و شخصیت ایشان ذکر خواهیم کرد. همدیاران و هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید شکر جان حکیموف حقوقشناس معروفی ما، واقعا هم خدمت‌های زیادی برای این ملت کردن. همین کتاب‌های حقوقی که در صنف 7 و 8 می‌خونید به نظر میاد که 6 و 7 است از جانب ایشان نوشته شدن در تاجیکستان امروز. و ده ها کتاب‌های حقوقی، مقاله‌های علمی و مصاحبه‌های سیاسی و علمی در ساحه‌های مجازی چرخ می‌زند که بیشتر آنها از علمی همین فرزند تاجیک، از علمی همین دانشمند گرفته شده است و این دانشمند بسیار خدمت‌های زیادی برای ملت تاجیک و مردم تاجیکستان انجام داد. ولی ما دیدیم که در یک اتهام که نسبت او وارد کرده شد، برادر ببخشید یک زنگ اومد. خب ببخشید دوستان گرامی. خب این مشکلات خیلی زیادتر شد. یعنی وقتی که بهتان نسبتی برادر ما و حقوقدان کشوری ما، عالم دانشمند کشوری ما رخ داد که او را با اتهام سرنگون کردن حکومت قانونی در تاجیکستان متهم کردن با چند نفر سرشناس کشور که اونها قبلا در حکومت کار کرده بودند و ما اسم دیگران را ذکر نمی کنیم زیرا اونها با حکومت کار کردن و مخصوصا ظریفی که در وقت فروختن زمین دست داشت، چون این اشخاص اسمشون گرفته نمیشه و زیرا او باید امکان به هر حالت سیرهای این زمین فروش ها را باید معین میکرد که زمین چگونه فروخته شد، چون در زمان زمین تاجیکستان به چین فروخته شده بود. اون شخص وزیر کارهای خارجه بودن و بدون شک دست در این کار داشتن. پس اسم اونها را نمیگیریم چون اونها با تبدلات در عموم اتهام کرده میشن، ولی شکر جان حکیموف شخصی است که متاسفانه با اساس افکارش در اینجا متهم کرده شد و خواهرزاده او را هم رخشانه حکیموف نیز با این گناه متهم کرده شد و پشت پنجره برده شد. شکر جان حکیموف در هفته گذشته زادروز داشتن و ما از سازمان جوانان برای تاجیکستان در سامانه رسمی همان او را با زادروزش تبریک کردیم و حالت امروزه رو و حالت مردم تاجیکستان رو مورد تحلیل قرار دادیم و واقعا هم در اونجا چندین نکته ذکر کردم که دوستان اگر به سامانه رسمی سازمان جوانان شامل شوند، من اینجا این سامانه را به سمت شما میارم و اگر شما به این سامانه شامل شید میتونید از طریق این سامانه تمام مقاله های رسمی که ما می نویسیم این مقاله ها را پیگیری کنید و این مقاله ها را بخونید. بسیار مقاله خوندنی هم هست و انشالله که امیدوارم که میتوانید این مقاله را از این سامانه پیدا کنید. این سامانه رسمی ما در وبسایت رسمی سازمان جوانان برای تاجیکستان است و شما میتوانید از این سازمان درمده مقاله های ما را پیدا کنید. در این مقاله است که با مناسبت روز تولد شکر جان حکیموف دانشمندی بزرگ تاجیک نوشته شده است و میتوانید بتونید از داخل این سامانه این مقاله را بخونید. من برمیگردم دوستان گرامی به این مسئله که ویدیوی کوتاه از رادیو آزادی گزارش داده است از نزد فرزندان ایشان، همسر و خانواده ایشان. این ویدیو را ببینیم و بعدا هم کمک در مورد ایشان صحبت میکنیم.
خدا لعنت. برادرها میگه آواز نیست است. آواز هست برادرها؟ برادرها آواز هست؟ برادرها میگن که آواز نیست. برادرها آواز هست؟ میخوام تستر جواب تیان آزادی و برون که ما بیوزیق شدیم. 9 ماه باز اهلی خانواده наметавонанд ба дидори Шокирҷон Ҳакимов расанд. боздошту зиндонӣ кардани ӯ аз чанд ҷиҳат ба вазъи хонавода таъсир гузоштааст. ما هم خیلی عصبانی شدیم. من عصبانیم. داولینیم هر روز بلند. قند نداشتم. من قند پیدا کردم. همین فکر رو زیق شویه. بسیار مشکل برای ما زندگی کردن و چی کردن. قین شد ما زندگی بسیار. ҳар гоҳе ёди ӯро мекунад, ба ин акс менигарад. همین رسمشون بالا ما دیگه فقط نگاه میکنم و گریه میکنم. آسون نیست. من 1 سال میشد که بیماردگی ستون خانواده ما بودن. این مردکم من نصیحتگر و مصلحتگر ما بودن. فقط چی میکردن چی هاشون یادم به من بیاد. фаризахон Ҳакимова ба айбномае ки мақомот нисбати шавҳараш эълон карданд бовар надорад. мегӯяд он тӯҳмат аст ва баъд аз 35 сол зиндагии муштарак ҳоло таҳаммули дурӣ аз ӯро надорад. شکر جان زاد روزتان مبارک شود. 100 ساله شوید بعد از آن پیر شوید. تیز پیش فرزنده و بید. انتظار ما از شما که تیز پیش فرزنده و بید. ما دیگر طاقتی جدایی ندارم. شکر جان تیز خانه بیایید که من آج مانده شدم. شکر جان فرزندانه بره ها همش ما رو دوست می‌دارد. Шокирҷон Ҳакимов соҳиби 4 фарзанд буда қабл аз боздошташ ният доштааст писари хурдиашро хонадор кунад. духтараш ки феълан дар шаҳри Конибодон ба сар мебарад, дар як тамоси видеоӣ ба радиои Озодӣ гуфт зиндонӣ кардани падараш онҳоро афсурда ва парешон кард. پریشانی پیشاپیش کردند با ما. آن راه اقتصادی و اجتماعی مالیوی برای خود می رود. همین ما فرسندی خوریم خوبتر است. ولی همین سرجمی ما را پراکنده کردند. ستون خاندانمان را از ما گرفتند. همین نمی رسد. با ما تنها پدر نمی رسد. احساس در برشان بودن سخنهایشان نمی رسد. آن پندهایشان نمی رسد با ما. همین دوری آن کس ما را خیلی و خیلی خسته کرده است. خیلی روحاً خسته شدیم. ولی باید گویم که هرچند که شکسته ایم ولی نریختیم تا امروز. با امیدوار هستیم که یک روز نیک می شود. در روزهای ممکن نزدیکترین می شود. این روزها که باز پدر سر یک دسترخوان با ما می شینند. باز آن شوخی هایشان را می کنند. Шокирҷон Ҳакимов борҳо аз он шикоят мекард ки бо доштани таҷриба ва дониш ба хотири мавқеи сиёсияш дар ҳеҷ донишгоҳ ба кор пазируфта намешавад. دو روز پیش از صحبت تکلیف کردن از جانب پروکراتوری گنرالی بود. ما صحبتی داشتیم و همونجا باز ذکر کرد که خسته حال مینمود و گفت که من نفهمیدم که تا عمق دوره‌ای که در همینجا زندگی کردن نوبت از اون فشارهایی که برای من بود. برای رساله من که رساله نامزدش 3 مراتبه گرداندگی بودم به هر بهانه توانست و ایستاده نیروی ذهنی خودش که حمایت کنه دفاع کنه نامزد علمیشه. Шокирҷон Ҳакимов аз шумори шореҳони воқеаҳои сиёсӣ буд ва дар баҳсҳои муҳими ҷамъиятӣ иштироки фаъол дошт. зодаи шаҳри Конибодон буда дар интихоботҳои солҳои 2010 ва 2015 аз ҳавзаи Конибодон номзад ба маҷлиси намояндагон буд. соли 2010 тавонист интихоботро ба давраи дуввум кашонад, аммо кумитаи марказии интихобот Насрулло Маҳмудзодаро баранда эълон кард. дар интихоботҳои ки мо иштирок доштем дар раванди интихобот дар вақти вохӯриҳо бо мардум як албатта ки тамоми бинанда ва шунавандаи интихобкунандагонро қонеъ мекунонед. зеро як шахси донишманд ва пурэнержӣ буд. як шахсе буд ки мағзи мутафаккир дошт ва дар арсаи сиёсат, ҳуқуқ
دانشی بلند داشت که جای تعریف و توصیف نیست و این به همگان معلوم است. شاکرجان حکیمов дар моҳи феврали имсол бо иттиҳоми хиёнат ба давлат ва барангехтани кинаву адоват ё низои иҷтимоӣ ба 18 сол зиндон маҳкум шуд. додгоҳи олии тоҷикистон ҳамроҳ бо ӯ 8 тан аз чеҳраҳои маъруфи сиёсӣ ва иҷтимоиро бо иттиҳоми хиёнат ба давлат, кӯшиши табодулот ва ғасби ҳокимият аз 8 то 27 сол зиндонӣ кард. шикояти онҳо аз болои қарори додгоҳ бетағйир гузошта шуд. خب دوستان عزیز، هموطنان عزیز، همونطور که شما دیدید دوستان گرامی و هموطنان عزیز، به 18 سال زندان شکرجان حکیمov محکوم کردن و همسر ایشان از فشارهایی که بالای سرش اومدن به کسل قند گرفتار شدن و دخترچه ایشان هم دیدید که بسیار دلتنگ و ضیق به نظر میرسن که این بسیار غمگین کننده است برای ملتی که چنین باسوادهاش و دانشمنداش پشت پنجره میشوند. دوستان گرامی، شکرجان حکیمov که 19 اپریل سال 1966 در شهر کنیبودوم تولد شده است و واقعا هم یک دانشمند خیلی بزرگ است. در قدم اول او دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را ختم نمود، بعدا سال 1998 دانشگاه ملی تاجیکستان را روی اقتصاد ختم کرده است و در اسپیرانتورای پژوهشی فلسفه و حقوق تحصیل نموده است و همچنان نامزدی علم‌هایش حفظ کرد و بسیار از دانشمندایی بود که واقعا ملکه خیلی قوی داشت و علاوه بر این و ذکر کرد که او تأسیسگذاری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هم نیز میباشد. او معاون اولی این حزب بود و سالهای درازی در این ساحه خدمت کرد و همونطور که در نوار هم ذکر کرده شد در انتخابات های پارلمانی 2 مرتبه اشتراک کرد و مخصوصا سال 2010 او توانست به دوره دوم بکشد که بازم نسبت رأی ایشان خیانت صورت گرفت و ایشان را نگذاشتند که به پارلمان راه بیاورد و نه تنها علاوه بر همه این مشکلاتی که ایشان داشت در وطن میزیست و بارها در نوارهایش میگوید که من هزارها پیشنهاد شد که من باید در خارج کشور بروم کار بکنم، برای من پول هنگفته میتیان، ولی من هیچ پیشنهادی رو درباره‌اش فکر نکردم. هر پیشنهادی که از خارج برای من شده است در قدم اول من این پیشنهاد رد کردم، چون من در وطن خودم، در نزد فرزندایم، در نزد ملتم، در این تاجیکستان عزیز باقی میمونم. یعنی چون این فرزند، چون این دانشمند، چون این عالم امروز پشت پنجره است و هیچ شخص اهمیت نمیتید و دنبال یک نجات دهنده ای است که بیاید تاجیکستان را نجات بدهد. و یکی از نجات دهنده هایی که تاجیکستان را نجات میدهد بدون شک شکرجان حکیمov هستند. شکرجان حکیمov واقعا میتوانند با علمی که دارن نه تنها تاجیکستان رو اداره کنند بلکه جهان رو اداره کنند. اگر شما دنبال مندل میگردین، در زندان تاجیکستان شکرجان حکیمov 18 سال زندانش کردن و در داخل وطن، در داخل زندان است و به قدر ایشان برسید، به قدر دههای دیگهش نرسیدیم. کشتن، زهر دادن، نابود کردن، زندانی کردن، حد امکان با قدر کسایی برسیم که این حال در دست داریم. شکرجان حکیمov بدون شک یکی از بهترین فرزندان این ملت هستند و زندان کردن اون زندان کردن ملت است، زندان کردن علم است، زندان کردن دانش است، زندان کردن آزادی است. مطمئن باشید که اگر فاجعه رخ بدهد که ایشان در زندان بمیرد، بدانید که این مرگ ملت است. این فاجعه برای جامعه انسانی و شهروندی تاجیکستان است که چون این دانشمند پشت پنجره می رود و ما خاموشی را اختیار کردیم و حرفی در این مورد نمیزنیم. وقتی عبدالقادر رستم، دانشمند بزرگ تاجیک را، آموزگار، صاحب 10 کتاب، وقتی برده پشت پنجره کردن، وقتی حرف زدیم دانشمند از پشتش حرف نزد. شکرجان حکیمov حقوقدان، سیاستشناس و کسی که واقعا در راه حقوق و دانش تاجیک خدمت زیاد کرده است، هیچ نفر از پشتش حرفی نمیزند. پس مشکلات ساحه تاجیکستان رو ما چگونه میتوانیم حل بکنیم؟ ما بازم برمیگردیم به موضوع انقلاب. هموطنان عزیز، وقتی که ما برمیگردیم و برگشته در موضوع انقلاب صحبت میکنیم و میخواهیم در تاجیکستان انقلاب کنیم، وقتی که شما امروز هزارها بار میخواهید
برمیخیزید که باید ما در تاجیکستان انقلاب کنیم، کدام وقت ما توانستیم در مسئله تاجیکستان و انقلاب تاجیکستان فکر کنیم؟ منتظر آن نباشیم که کسی امروز برود سلاح میگیرد و ما برمیخیزیم، بعد میریم سلاح میگیریم برای تاجیکستان میریم میجنگیم. سلاحگیرم برای تاجیکستان او سلاحش میگیرد، ولی امروز هزارها اشخاص دیگه هستند که اعتماد و باوری برای انقلاب رو، برای تظاهرات، برای ناراضیتی، برای درست پیش میگیرن که میخیزن به میدان برمیخیزن و از حقوق دیگران دفاع میکنن. در روز دادگاه شاکرجان حکیموف یک نفر در کنار خانواده ایشان نبود. پس وقتی که ما مشکلات تاجیکستان رو نظر میکنیم، ما چگونه میتونیم انقلاب کنیم؟ همین هندوسا وقتی که ظلم و اذیت کشیدن، ستم دیدن، چه از جانب حکومت بریتانیا که توسط هندوسای خودشون حکومت کرده میشدن، اینها برخیستن و از زندان دانشمندای خود را آزاد کردن و دانشمندا خواستن هند از یک کشوری خیلی پایانی از استعمار نجات دادن و واقعا هند را ساختن یک کشور پیشرفته که امروز اقتصادش در 10 کشور پیشرفته جهان تبدیل شده است. و در این شکی نیست که در کوتاه‌ترین فرصت یکی از بهترین کشورها و پرقدرت‌ترین کشورهای آسیا شمرده خواهد شد، با اهالی زیادی که دارد، با اقتصاد توانایی که دارد. پس یعنی نمیشود پیشرفت رو بدون قربانی دید. وقتی که ما میخواهیم که انقلاب شود به مانند هندوستان، پس باید از داخل زندان گندی های خود را آزاد کنیم. قرغیزهای همسایه ما در یک کوتاه‌ترین فرصت توانستند چند انقلاب بکنند. همین پرزیدنت امروزه که توانست بیاید مرز را رحمانوف مجبور کند، در طول چند سال همین مرز مشکل داشت، رحمانوف مجبور کند ویزا کند، اجازت ندهد تاجیک‌ها به قرغیزستان بیایند، مجبور ساخت تاجیکستان زمین تاجیک‌ها را گرفت، هر کاری کرد نکرد توانا بود، توانایی کرد، وگرنه در دوران جنگ شهروندی، در دورانی که تاجیک‌ها در دست سلاح داشتن، نفوذ داشتن، آیا قرغیزها جسارت میکردن این کارا کنن؟ اما وقتی که قرغیزها بیداری سیاسی را زیاد کردن، توانایی اخلاقی سیاسی را بیدار کردن و حکومت را در دست خود گرفتن، همین حکومت را مجبور ساختن که حکومت از زندان، همین جباروف از زندان، قطی یتیموف، همین 2 نفری که اثر خیلی تاثیر خیلی زیاده در روند علامت گذاری زمین داشتن، از داخل زندان آزاد کردن و اینها از داخل زندان بر اومدن در قصر ملت در اومدن و حکومت را اداره کردن. اینها در دولت‌های خارجی نبودن، منتظر آن نبودن که ما اپوزیسیا داریم، ما مخالف داریم در خارج کشور و مخالفای ما از خارج کشور میآیند ما را چکار میکنن، نجات میدن. چون این حرفای موجود نبود، بلکه رفتن از داخل زندان‌های خود اشخاصی را بیرون کردن که امروز حاکمیتشون اداره میکند. پس مانند شاکرجان حکیموف و ده‌های دیگر که امروز در زندان تاجیکستان هستند، نمونه مثالی است که میتواند آینده تاجیکستان را اداره کند. یعنی برخواستن ما میتواند ما را از این مشکلاتی که وجود است رها کند، آزاد بسازد، از غربت بکشد. شما چند کتاب شاکرجان حکیموف، چند مقاله شاکرجان حکیموف رو خواندید؟ چگونه شاکرجان حکیموف شما پیدا کردید؟ درباره اش چه معلومات دارید؟ چند مصاحبه ایشان رو تماشا کردید؟ پس نمی شود از انقلاب سخن کرد، حرف زد زمانی که ملت دنبال انقلاب نیست. امروز 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر در یک پخش مستقیم تا 500 نفر میشیند تماشا میکند و تقاضا میکند که چرا شما نمیدید انقلاب کنید، در حالی که همین 50 200 300 نفر یا 500 نفر با عقیده های گوناگون، یکش انقلاب دینی، یکش انقلاب نظامی، یکش انقلاب مردمی،
که با راه دموکراسی یتش هزار نمود انقلاب‌ها را پیشنهاد میکنن، هزار عقیده گوناگون دارن. پس کدام انقلاب راه درستش رو بگیریم؟ پس ما باید به این خلاصه بیاییم برسیم که هر کسی که در راهی که توانایی دارد باید به سوی انقلاب برود. یعنی ما یک ارزش رو در همین دفتر باید یک ارزش رو بنویسیم، ارزش اصلی تاجیکستانی آزاد، و در داخل در گوشه همین ما راههایی را معین کنیم که برای رسیدن بر تاجیکستانی آزاد چگونه ما میتوانیم برویم. راه اول از کدام راه ما میتوانیم حکومت را چکار کنیم؟ همین حکومتی خودکامه را از بین ببریم. برای سرجمعی و برای برآمدن ریختن به میدان ها آیا ما میتوانیم به میدان برویم از بین ببریم؟ آیا برای درآمدن از کشورهای همسایه نظام ما میتوانیم این را از بین ببریم، سرنگون کنیم؟ آیا برای فشار آوردن توسط اقتصاد ما میتوانیم این کار انجام بدیم؟ یا که به اصطلاح دیگرایی که به سود گگه مراجعت کردن و ما میتوانیم از طریق سود گگه اموالی رحمان فشکار کنیم؟ چارچوب شبیه بندیم، راه روش ببندیم. هر کس با اندازه خود باید مبارزه ببرد، با توانایی خود مبارزه ببرد و برای که میتواند این کار انجام بدهد مبارزه باید ببرد. باید ما یکدیگر رو دل سرد نکنیم، منتظر آن باشد که از اروپا کسی میاد برای شما انقلاب کنه اشتباه هست. من نمونه قرقیزستان را برای شما زدم که در قرقیزستان رفتن از داخل زندان زندانیای خود را کشیدن آوردن در سر قدرت شناندن. پس منتظر نباشید که اگر شما بخواهید در داخل وطن انقلاب شود پس انقلاب میکنید. روند انقلاب خیلی ساده است. در تاجیکستان نوروز را جشن میگیرند، در تاجیکستان سال نو میلادی را جشن میگیرند، در تاجیکستان هزارها جشن نمیفهمم جشن صده و فلان و فلان هزارها جشن را جشن میگیرند. نمیشود یک روز این جشن را ما جشن انقلاب اعلان کنیم. مثال میگیریم ما عین حال یک سالگه به نوروز را داریم، یا که مثلا تقریبا چند ماهگه به سال نو میلادی را داریم، یا بروز استقلال کشور را به 9 سپتامبر را چند ماه دیگر داریم. یک روز را اعلان کنیم که مثال میگیریم روز 9 سپتامبر روز انقلاب. پس همگی از هر کشوری که هستیم به تاجیکستان برمیگردیم و جان خود را چکار میکنیم؟ در خطر میگذاریم و همون روز در روز 9 سپتامبر که مردم در میدان میبراین و اون روز چکار میکنیم؟ انقلاب میکنیم. پس انقلاب راهش همین است. اگر ما منتظر دیگر نمود انقلاب باشیم انقلاب نمیشود. یعنی ما میتوانیم فقط از راه رفتن، یا اینکه مهم نیست که ما روز نهم رو روز بگذاریم، مهم این است که ما میگیم که مثلا در مدت 6 ماه در تاجیکستان بین سپتامبر و ماه مارس همین زمستان در این مدت 6 ماه در تاجیکستان یا که 7 ماه ما انقلاب میکنیم. این مدت 7 ماه باید هر کسی که در هر کشور جهان هست بر بگردد به تاجیکستان برود، در تاجیکستان منتظر شود که همون روزی که مردم به میدان میبراید، چه روزی جشن استقلال باشد، چه روزی چی باشد سال نو میلادی باشد و چه روزی نوروز باشد، در همون یک روزش که مردم در یک جا یک اشاره کرد، یک همون به اصطلاح یک گوگرد و گریان کرد، آتش زد، بدانید که اون زمانی است که شما باید به میدان بخیزید و انقلاب رو آغاز بکنید. راه دیگری رسیدن برای انقلاب نیست. منتظر آن نباشیم که ما امروز میتوانیم از کشورهای مثلا همسایه یا اینکه اگم کشور دیگر مخالفان میان میدروین. امروز کشور همسایه ما طالبان که یگانه کشوری است که زمینش به تاجیکستان امکانی در آمدن موجود است، در کجا دلیل اثبات کننده برای ما و شما میتید که ما میتوانیم توسط کشور بریم بدرویم؟ همین روز یک توسط کشور در اومدی 201 دیویزیت را از اوجا خود یکسان میکند. همین روز نیت کرده که رفته اوجا در اومدی، اموالی رحمانov همون زمان به طالبان میگه که بیاید ما بچه احمدشاه مسعود با تمامی طرفداراش از تاجیکستان خارج میکنم، سفارت به شما میتیم، شما رو به رسمیت میشناسم، اون نفرها را به دست من بسپار. خود همون
کشور همسایه امکان داره هم طرف بکشن و همیایی که بکی بیعملی رحمان بسپراند. یعنی دلیلی اونه که تو میتوانی در همین جا مبارزه ببری و بر بگردی تاجیکستان رو آزاد کنی موجود نیست. پس باید ما روی حل او را باید ببینیم و مطمئن باشیم که ما میتوانیم در تاجیکستان برای درست انقلاب بکنیم. سعید آماده هستی پیوستت کنم؟ اگر آماده باشه بعد دست یک اشاره که پیوستت کنم دست استودیو، یا که میتونی کامرا تا بکشی خاموش کنی. سلام علیکم سعید، بفرمایید میکروفون تا گیرون کنین صحبت کنین. سلام علیکم سعید. صدای ما هست سعید؟ سعید به نظر من اینا خارجین از نو داخلشین، صداتون نیست. سعید صداش نیست، برای خود ما خاموش کردیم. این مسئله ای است که مسئله انقلاب و ما این مسئله انقلاب رو بسیار جدی باید ببینیم. من مسئله دیگری را گفتم که به انقلاب نزدیک و در این مسئله گفتم که ما بیشتر صحبت بکنیم. ببینید عین حال در روسیه وابسته به مشکلات مهاجرت مهنتی یا سر و صدای جدیدی برآمد که کسانی که در کراکو سیتی اتهام کردن می شدن گویا که پیش از آنی که به اوج حمله بکنن و به نظرم اشتباه نکنم بختاوری چیز نشر کرده بود، گویا که یک آبی را نوشیدن که اون آب براشون جسارت داد و رفتن این عمل تروریستی رو انجام دادن. و علاوه بر این بازم امروز از پیروز یک اخباری نشر شد که چند نفر، یعنی 3 نفری که در یک حمله از جانب پلیسای روسیه بدون یگان عملیات، یعنی بدون یگان چیزی که اونها انجام داده باشن اومدن در جاشون به قتل رسانیده شدن، اونها را به افراطگرایی یا که تروریستی متهم کردن. ببینید 6-7 نفر تا 10 نفر از شهروندان تاجیکستان رو در کراکو سیتی بردن، تهمت زدن، زندان کردن به جرم تروریستی افراطی و چند نفر دیگه بدون دادگاهی و به یک دادگاه سراحی چیکار کردن؟ به قتل رسانیدن. بیایید از رادیوی آسیا پلوس به سمت شما برسونیم و بعدا در همین موضوع صحبت میکنیم و مسئله انقلاب با همین موضوع ادامه میدیم. کشته شدند، اما پیوندانشان اصرار می‌ورزند. 3 جوان مهاجر تاجیک در روسیه با اتهام دست داشتن به تروریسم کشته شدند، اما پیوندانشان اصرار می‌ورزند که قربانیان تمایل افراطگرایی و گذشته جنایی نداشتند. دوی آنها یک پسر و یگانه نانآوران خانه بودند. ما پیگیری این قضیه شدیم. مقامات روسیه روز 13 فوریه 3 مهاجر تاجیک را با احتمال حمله تروریستی به ایستگاه راه آهن شهر پسکوف گمانبر دانسته هر 3 را در یک خانه به قتل رسانیدند. در نواری که خدمات فدرالی امنیت روسیه نشر کرد، یک مرد از ماشین فرآمده هم داخل و هم بیرون بینایی را که گفته می شود ایستگاه راه آهن است با تلفن ثبت می کند. در دیگر پارچه نوار ظاهرا همان مرد از مرکز سودای چیزی می خرد. در دوام نوار روند حمله مقامات به خانه دیده می شود، ولی نوار قطع شده بعدا در داخل بینا 3 تن بیجان را نشان می دهند. از اول تا آخر نوار چهره همه گمانبران پوشانیده شده است. به قول مقامات روسیه گمانبران در وقت عملیات مقاومت مسلحانه نشان داده اند و از خانه اشان سلاح، لوازمات جنگی و جزهای مواد ترکنده خودساخت مصادره شده است. آنها گویا می‌خواستند بعد از ترک کنیدن راه آهن به یکی از کشورهای خاورمیانه بروند. 2 قربانی این حادثه عزیزجان اعظم قلوف و جاوید آریپوف، هر دو زاده شهر پنجکین، یک پسر و یگانه نانآوران خانه اند. پیوندانشان تا حال در ماتم نشستند و باور ندارند که فرزندانشان جنایتکار باشند.
عزیزجان اعظمقلوف 23 سال داشت. او سال 2023 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده به گفته والدانش از بس که کاری موافق نیافت ماه اکتبر همان سال به مهاجرت رفت. در روسیه به کارهای گوناگون مشغول شده 6 ماه آخر در شهر پسکوف با رسانی میکرد. به قول شاهدان کارمندان مقامات عزیزجان اعظمقلوف را ساعت 1 شب 13 فوریه با بهانه سنجش حجت‌ها از نزد خانه اجاره‌اش بازداشت کرده‌اند. همکاران عزیزجان آن شب را به مادرش قصه می‌کنند. کار برآمده آماده بودیم که در نزد پدیز ماهانه عزیزجان داشتن و پرویرکا دکومنتов گفتن و عزیزجان دکومنتاشون نشان دادن. همه پاتنت اونجا 6 ماه سپردگی بودیم. دکومنتاشون نشان دادن нет надо проверять документы گفته در ماشین بار کرده گرفته بردن. در حالی که مقامات روس میگویند جوانان کشته شده مقاومت مسلحانه نشان دادند، والدان تاکید دارند که عزیزجان به خدمت حربی نرفته بود و سلاح را استفاده برده نمیتوانست. پدر عزیزجان باور ندارد که پسرش به گروه جنایی همراه گردیده باشد و تاکید میکند که عزیزجان در گذشته جنایت صادر نکرده است و حتی در رفتار و کردار او تمایل‌های دینی را مشاهده نکرده اند. من راست یادم نمازم نمیخوام بچه. این خیلی فقط فکرش کار بود و پول کار کند و بیاد زندگی سال پیش برد و تیامنا زن تنفته و اگه خانه آباد کنه یک ماشین نخرم به همون نرفتند. مقامات روس ادعا دارند که گمانبران به خاور میانه فرار کردن میخواستند، ولی به گفته مادرش عزیزجان این تابستان باید به وطن برگشته و عائله برپا میکرده است. میگوید عزیزجان برای این کار هیچ سبب یا انگیزه نداشت و به جای شبهناکی هم نمیرفت. بچه من گناه ندارد. من 100% باوری دارم. همین روزا من 10 بار 12 بار زنگ زده بچه میپرسم تو در کجا چیکار داشتی چیکار کردی تو کجا رفتی. و سیگارت کش نبود، نوزکش نبود، عرق استفاده نمیبرد، نماز نمیخوند بچه من. همه وقت کار به داده شدگی بود. این مادر بعد 40 روز از مرگ فرزندش خبردار شده است، ولی تا حال داغدار است که جسدش را نمیدهند. تلاش پیوندان برای گرفتن جسد به نتیجه انجامیده است. شهر پنجکین در شمال تاجیکستان قرار داشته بیش از 300,000 اهالی دارد و اساساً با تاریخ و میراث فرهنگی و زیاییانش مشهور است. دلیل اشتراک زادگان این شهر در حوادث تروریستی و گروه‌های افراطی قریب رسانه‌ای نشده است. از این رو به تروریسم گمانبر شدن دو زاده شهر پنجکین ساکنان را در حیرت گذاشته است. جاوید آریپوف قربانی دیگری ترکت احتمالی در پسکوف نیز به قول پیوندانش به ادبیات میل زیاد داشته در محفل‌ها شعر قرائت می‌کرده و گاه سرود هم می‌خوانده است. جاوید 29 ساله خط کرده دانشکده پلی‌تکنیکی در شهر خوجند و پدر یک فرزند است. او در مکتب دانشگاه اعلیخوان بوده زبان روسی را خوب می‌دانسته است. به قول والدانش جاوید تمایل افراط‌گرایی نداشت. قریب 10 سال در روسیه مهاجر بود. ماه نوامبر سال 2024 به تاجیکستان آمد، ولی به گفته والدان او را کارفرمای سابقش باز به پسکوف دعوت کرده در یک خانه مأمور گذاشت. یک ماه آخر باشد کارفرما این وظیفه را به دوش خود گرفته جاوید به بارسانی گذشته است. هر ساعت هر باید من تلفن میکرد. همون روزی که تلفنش من تا ساعت 12 وقتی باید گپ زدگی روزی 13 تلفن نکرد. با همون کس که بستا که به تلفن کردیم که گفت که هم خیلی بچه تون گم اره دستف که برامده رفته بود دیگر نامد. بچه من در راهش روز بود. جاوید نیت داشته که پس از ماه رمضان همسر و دخترش را به پسکوف برد. به قول همسرش اگر او قصد حمله تروریستی می داشت چنین برنامه ریزی نمی کرد. همسرش می گوید که جاوید به جای شبهناک هم نرفته بود. در جای همین پریپیسکه میکردن. اگر وقتی که دستشون کلینت بسیار آمد و دستشون کار بزنید گلاسوایی یا ویدیو فرستنده میستادن. اقلا پریپیسکهاشون رو میخوندن مثلا که یا جوره هاشون که یا رئیساشون که گپ زدگی در آمده در جای هوایی خونده که یکون جوبه شپاور. این کار آدم در تیچین 5 روز 4 روز کردن نمیتونه. برای ما از ماموریت تاجیکستان خواهش میکنیم که پیگیر این قضیه باشن و همشون در زمین ماند و دیگر تاجیکان نیز در اون مهاجرت عذاب نکشن.
قربانی سیوم این حادثه پرویز رستمov است. او زاده شهر حصار بوده در شهر پسکوف تاکسی میرانده است. پیوندان او نخواستند با آزیا پلوس اطراف این قضیه صحبت کنند. کارشناسان میگویند که هیچ کس بدون حلنامه دادگاه گناهکار محسوب نمی شود، ولی مقامات امنیتی روسیه این پهلوی قضیه را به نظر نمیگیرند. از این رو هر گونه فرضیه را رسانه‌ای میکنند. متاسفانه در عملهای خدمات مخصوصی روسیه اصول احتمالیت بیگناهی رعایت نشده است و البته بعد حادثه برای حق برآوردن عملهای قانونی یا غیر قانونی خود آنها هر گپ و فرضیه ها را میتوانند پهن کنند. این همش فرضیه است. این کارشناس باور دارد که ندادن جسد گمانبران به پیوندان عملیات مذکور را باز هم شبهه برانگیز گردانیده است. ندادن جسد به اهل عائله‌اش، به پدر و مادرش، به خویشاوندانش، این نه از روی قانون نه از روی اخلاق درست نیست. در صورتی که سود این چیز را معاین میکند که آیا اساس برای ندادن جسد وجود دارد یا نه. در حالی که مقامات روسیه احتمال حمله را به یک سازمان بین المللی تروریستی ارتباط میدهند، تا حال هیچ سازمان بین المللی تروریستی هم پیرامون این طرح حمله به راه آهن شهر پسکوف حرف نزده و مسئولیت آن را به گردن نگرفته است. همه اطلاع رسمی خدمات فدرالی امنیت روسیه را پیوندان قربانیان و کارشناس ساحه رد میکنند. مهرفری نجیبی، امام علی سعیدزاد، علی جان نورماتوف، آزیا پلیوس. خب هموطنان و همدیران عزیز، همونطوری که شما دیدید متاسفانه سه شهروند تاجیکستان از جانب مقامات روسیه بسیار وحشیانه به قتل رسانیده شدند و پیرامون این قتل هیچ تحقیقات تو امروز از جانب حکومت تاجیکستان گذرانیده نشده است و تو امروز جسدهای این نفران در فدراسیون قرار دارند و به خویشاوندان آنها این جسدها را داده نمی شود و حکومت تو امروز دست به کار نشده است که تو اون درجه بتواند حد امکان تو اندازه به این مادرانی که و این بیوه‌زن‌هایی که شوهرهای خود را از دست دادن، فرزندان خود را از دست دادن، کمک برساند که اینها را به خانواده خود بر بگردند. این قضیه از چی گواهی میدهد؟ از آن گواهی میدهد که ما در هیچ کشوری ارزش نداریم، یعنی یگان گونه احترام نداریم، چه روسیه باشد، امریکا باشد، اروپا باشد، نمیفهمم چین باشد، هر کشوری که باشد، یگانه جایی که با احترام باید داشته باشیم او تاجیکستان است. پس ما را در هر کجای به هر اتهام میبرن. امروز که از دانشمندان داغستانی یک نقطه خیلی مهمی را زد، گفت که یکی از اساس هایی که تاجیک ها را امروز در فدراسیون روسیه با هر اتهام تهمت کرده میبرن، میکشن، قتل میکنن، زندان میکنن، چون اونها در داخل وطن خود متوافق ندارند. یعنی در داخل وطن خود اونها به همین گونه ظلم ها گرفتار میشوند و علاوه بر این هیچ کس از اونها دفاع کردن نمیکنه، نه دولت از اونها دفاع میکند. در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهای پس و شوروی هیچ کشور شهروندانش چنین در حالت پستی و بدونی چی قرار نمیگیرن. حتی همین حکومت امروزه طالبان که هیچ کس به رسمیت نمیشناسش در حالت برخورد بد نسبت شهروندان سر و صدای خیلی زیاد بلند میکنه. با پاکستان حتی درگیر نظامی شد که به شهروندانش چنین برخورد میکند. بارها به ایران که در اوج شهروندان کشور افغانستان با مشکلات روبرو شدن سر و صدا کرد و آواز بلند کرد، گفت از حقوق اونها ما دفاع میکنه و نباید حقوق شهروندان ما در اوج پایمال کرده شود. ولی حکومت تاجیکستان تو امروز هیچ کاری را در اینجا نمیکند. یعنی هر روز به هر گونه تاجیکای ما را به افراطگرایی و تروریستی اتهام میکند. ببینید همین طوری که در رادیو آزیا پلوس شما دیدید
در پنجکین جایی که شعرا بیشترش از اونجا هست و واقعا هم نویسندگان و دانشمندان و زیاد اهل قلم و اهل علم هستند، اتهام ساختن ساکنان این منطقه به افراطگرایی و تروریستی خودش علیه علامت سوال است. و علاوه بر این ببینید همین نفری را که از همین منطقه نشان دادن از پنجکین، یک نفر از امینا حتی دانشگاه پلی‌تکنیکی تیار کرده است، سرود میخوانده است و با موسیقی علاقه داشته است، موسیقی مینواخته است، حتی برندگی خوب میکرده، در بعضی از توی‌ها هم سرود هم میخوانده است و سرودخوانیش هم شما در رادیوی از پیروز دیدید. پس باز پدر و مادرشون میگن که حتی نماز نمیخوان، نماز تماما نمیخوان. پس چگونه میشود چون این اشخاص ها را به گروه های افراطی و یا تروریستی متهم ساخت و اونها را به قتل رساند بدون یگان دادگاه؟ حد امکان میگیم که اینا رو میبردن زندان میکردن، روند دادگاهی میگذشت، بعد از دادگاه دیگر هر حکم صادر میکرد، ولی اومدن در یک ساختمان اینا رو جای کردن و هر سش را به قتل رساندن و یک عمل تروریستی انجام دادن. ولی یک نقطه رو اینجا من ذکر میکنم. سال 2006 یکی از همشهریای ما در روسیه زندان شد و در همون زمان زندانی شدن شخصا خیلی زیاد شده بود و بیشتر از شهروندان تاجیکستان را بدون دلیل دستگیر میکردن و از افندی را مثلا چقدر در جیبش میگذاشتن میبردن زندانش میکردن. و در همینجا ما پیگیر شدیم که چرا چون این حالت ها به میان میاد، چرا سفیدی ها را در مخصوصا در تاجیکو میپرتویند. ما اینجا پیدا کردیم که هر کسی که این کار را میکند از حکومت فدراسیون روسیه، یعنی پلیسا، اونها میخواهند یکم جو مقام پیدا کنن، پول پیدا کنن، سیوم همون زبانی خودشونه بالاتر بگردونن، مکان قدر خودشونه. و به این خاطر اونها یک کس وقتی که میبرن زندان میکنن، ده کس میبرن زندان میکنن، گویا که مجرم آوردن و هم از دولت مکافات پولی میگیرن و هم علاوه بر این همون زبانی که دارن بالا میبرن. به همین خاطر هر اتهامی را وارد میکنن و یک کار را چیکار میکنن، این کار را رخ میدن. و وقتی که میبینن که تاجیک هیچ احترامی نداره و یا که در گذشته از یک تاجیک دیگری میو به هر یا توسط مثلا کدوم دختری باشد، توسط نمیفهم یگون بازی، یگون ضربه خوردگی باشد، همون بغض عداوتش موندگی میاد یک تاجیک دیگر رو میبینه یا که از یک مسلمان دیگر همین کینه را دارد، میاد تاجیک بی سر و سامان و بی صاحب رو که وقتی که میبیند به قتل میرساند، ظلم میکند، ستم میکند و عاقبت کار میکند، میبینید که فرار میکند میرود و یا عاقبت میرود میگه که نه تروریست است، اکستریمیست است، افراطگرایی است و هیچ کسی را به جوابگری اینا را نمیکشد. دولت امروز در دست اشخاصی است در تاجیکستان که پاسخگوی چنین کارها نیست. یعنی دولت ما، حکومت ما امروز چیکار شده است؟ غصب کرده شده است از جانب یک خانواده و این خانواده نه دارای عقل کافی هستند و نه دارای علمی درسته هستند و نه توانایی دفاع کردن از وطن رو دارن و علاوه بر همه همین مهر دوستی، انسان دوستی، وطن دوستی در وجود اینها اصلا موجود نیست، جایی ندارد. پس تمام این مشکلات ها باعث میگرده که همین هموطنان ما را، همدهات ما را، همشهریای ما را بیبرن، زندان کنن، قتل کنن و ما و شما هیچ کاری را انجام دادن نتونیم. چرا؟ چون در سر دولت، در راهبریت دولت قرار نداریم. راهبریت در دست مردم قرار ندارد. ما برای چی میگیم که برادرها بیایید انقلاب بکنیم، بیایید بربخیزیم، بیایید پیوست شیم، بیایید با ما صحبت کنید. من همینجا شماره تلفن ببینید، بویا بارگه میگذارم، این شماره تلفن من است، شماره واتساپ و تلگرام. من باز میگم اگر شما میخواید در تاجیکستان کاری درست را انجام بدید و من برای شما نقشه بکشم، برنامه بکشم و شما بتوانید در داخل تاجیکستان کاری را انجام بدید، بیایید پیوست شوید، بیایید در واتساپ برای من بنویسید، بگید من فلان خوندگیم، فلان کارا از دست میآید، من خدمت کردم، فلان کارا از دست میآید، من فلانیم، فلان کارا از دست میاد. من برای شما نقشه و برنامه مدت بسازم. وقتی شما این کار را نمیکنید، پس منتظر اون نباشید که
شما میتونید در تاجیکستان یک انقلابی را به میان بیارید. دو برادر پیوست شدن، هر دو برادر رو پیوست میکنیم، برادر الماز و برادر آزادی. سلام علیکم برادر الماز بیا برادر آزادی را اول صحبت کنیم، بعد برادر الماز به حضور ان شاء الله. برادر آزادی بفرمایید. سلام علیکم. آزادی آواز ما هست؟ برادر من ازم دیم قبلا به نام سعید در آمده بودن، اسمش نیست. اسم آزادی آواز ما هست؟ ولی مونش هم پایان پیدا شد و صحبت داره. سلام علیکم یه بار دیگه. علیکم سلام فرمایید. واقعا هم خیلی درست قید کردی درباره شکرجان حکیموف. ما نمیتونیم یکم کادر تیور کرده، باید کاری بکنیم که همین کادرهای تیور مون دست نتیم. باید اینا را در زندگیشون قدر کرد. باید اینا را ما چون زودتر از زندان خلاص بکنیم. مردم تاجیک باید ما کاری بکنیم که این نفرها میتوانند که یگان کار بکنن. من نمیتونم کاری که اونها میتونن. اونها میتونن که کادر تیار بکنن. اونها میتونن که دانش ملکه مردم رو به سطح جهانی ببرن برسونن. حکومت تاجیکستان به جایی که یک تا دانشمند، یک بگیم که سیاستمدار ای دیگر دولت بیاره در تاجیکستان مردم تعلیم بتیه، امروز داره رحمون عالم های ما را میبره زندان میکنه. برای چی؟ برای که باید این فرزنده که گنگک شه باید بیاره سری قدرت. باور کنید در پارلمان چند آدم نمو 30 چند نفر بودن، 32 کسان، 33 کسان، یگان تا اوی بگیم که اعتراض نکرده است، نگفته است که نخو شما یگان تا چنین همه رستم نباشه. من مطمئنم که مرده های شما از رستم بهتره، همون نفرایی که اونجا شتگیه. نخو شما چنین رستم نباشه. وقتی شما چنین رستم نیسته، نمایندگی مردم دوره، شما استعفا بدین برین. اکثریت همین نفرها را من ندیدم بگیم که چهره هاشونه اینا برویان یک بار بگیم که نشان بتین چون اینا چه خیلی اومدین نامزدی بگیم که نامزدی مردم شدگن در پارلمان. وقتی که درد مردم گفته میشوه، وقتی درد مردم در پارلمان گفته نشوه، برای چی شما در اونجا رفته شیشته معاش تنها میگیره و خلاص؟ خیلی نفرها در کار نیستن. باید چند شهر ناحیه است، هر یک شهر ناحیه یک نفر باشه در پارلمان. باید که تصمیم این همه کسا بگیرن. 4 نفر نمیدونم یک جای چون آوردگی موندگی هم یک چیزی که نمیگن گپ شما درسته. شما برای چیه؟ شما برای نمایندگی مردم رفتی. وقتی که مشکلی مردم شما یک قانونی درست نمیبراره برای مردم، شما چیکار میکنید در اونجا؟ به همین خاطر ما باید مردم شریف تاجیکستان باید ما سرجم بشیم، باید ما کار بکنیم، بیایم مردم خارج داخل نمیدونم مهاجر مخالف هممون یک کار بکنیم که یک قدم پیشتر بریم یک کاری بکنیم، در زندان بشکنیم و این برادرها را بگیم از زندان آزاد بکنیم. چندین نفرای هست به مثل شاکرجان حکیموف که بگیم که باسوادن میتونن که یگان کار بکنن. متاسفانه امروز ما در اروپا مخالفین، مهاجرا در روسیه اون نفرایی که در داخلن یک نفر صدا بلند نمیکنن، نمیگه که همین نفرها را برای چی زندان میکنه. شاکرجان حکیموف که یک آدمی بود که بگیم گاه طرفداری ایام حکومت هم میکرد. شما نباید که این خیلی نفرها را برای زندان بکنید، به جایی که اون انسان یک بگیم یا یونیورسیته بتی، یک مدرسه بتی، بگوی که برادر عزیز تو با سوادی اینجا بگیم تعلیم بتی، اینا میگیرن میبرن، نه برای چیکار میکنن؟ زندان میکنن، کار میکنن که مردم بی سواد بشه. وقتی مردم بی سواد باشه، اینا دیگر چه خیلی که بخواهن همون خیلی
حکومت کردن میگیرن. به همین خاطر باید ما مردم کاری بکنیم که یک جا باشیم، یک کاری بکنیم، بریم یک روز پیش بریم انقلاب بکنیم. ما برای انقلاب بسیار سخنها میگیم، گپ میزنیم، میبریم در برنامه صحبت میکنیم. متاسفانه چی نفرهایی که ما میخواهیم متاسفانه برای من کم است که من مثال خزم یگان عملیات نشان بدیم در تاجیکستان که من چی کارها میکنم. طور مثال میخوام که یگان پلاکت رحمانوف کریست بکنم. وقتی که من یک چیز میگم با مردم که مثال پلاکت های رحمانوف در بگیم تراسه ها زدگی میره بگیم کریستش مینی، یا که یک کراسکه میخری کراسکش مین روشه، یا که استعفا رحمانوف مینیسیده همون. مثال اگر مردم همین کاری که کرد، مردم داخل میفهمه که بگیم که مردم موز نچید با مخالفین پیوستگی دارن، تمام اوجه مردم داخل اوجه بیدار شدن میگیره. وقتی که ما یک گروه میدرویم داخل تاجیکستان، اوجه مردم میدونن که ایدم کی باید بخیزه. و همین خاطر باید برادرای عزیز، کسانی که در روسیه هست، در داخل هست، به پیونده رقم‌های واتساپی یا که تلگرامی ما هست، مرحمت کنیم، مراجعت کنیم، همه کسا بشیم، کاری بکنیم که این حکومت یک طرفه شو، یک حکومتی مردمی بسازیم و همه آزاد زندگی کرده بتونن، معاش خوب باشه و جای کار باشه و جای کارم اگر در حکومتی آینده یک کمی مشکل باشه لااقل کاری بکنه که مردم در خارج مثال در روسیه تحقیر نشوند. یا که امروز تاجیکا را میبرن نمیدونم تروریست میگن، اکستریمیست میگن، همه چی امروز دارن تاجیکا را زیاد در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که تاجیکا را بگیم سختی بد گرفتگیان. باید ما کاری بکنیم که لااقل همون انسان ها اگر جنایتکاران باشه باید یک وکیل تاجیک در اونجا برود تا همون سری سود چه بگیم قطعیش باشه، حمایت بکنه پشت یک همون مهاجر پلش به قدر بگیم خودش نه بوجه تاجیکستان بگیم که مهاجران چرخ میتین. شما نه فابریکا داری، نه زواد داری، نه یگون چیز داری که بوجه دولت 70% قریب مهاجر پنسیه نمیگیره. مهاجر اگر یگون کار بکنه مهاجر گنده. باید یک کاری بکنه حکومت که بگیم که مهاجرها دستگیری بکنه که همونو با شما مهر بکنن، با شما دل ببندن، سنیمو نیاین، سنی شما بروان. اگر همین حکومت طرز مثال جای کار باشه، سویت باشه، همه چیز باشه، ما همینجا اگر برویم بگیم که همین چیزا نیستن، همین مردم کور نیستن، اخی میبینن که اینا دروغ گفتن، میرن میگن رحمان خوبه. وقتی که نیست همین چیزا ما میگیم، مردم میبینن، طرفدار ما میشون، اینا که باشن اینا خائن هستن. ای برادرای عزیز، شما خائن نیستین، ما خائن نیستیم. خائن همون انسانیه که در سر قدرت امروز رحمانوف که امروز نگذاشته آزاد ملت تاجیک که این ملت بگیم که خوب نفس بکشه. یک کس اگر صدا بلند میکنه باور کنید لوبای انسانی که یگان مشکلی میشوه برای چی مردم ما بگیم به همون شهر نوحیه خودش مراجعت نمیکنه؟ برای که میدونه که این گپ نمیگذره، تنها قدمش ویدیو نمیکنه. محترم جناب عالی اگه شما یا هیله کنی همین قضیه ما را ببینه که دیگه همه کار واسه رحمانوف نباید باشه. شما ناحیه داره، ولایت داره، اینا یاد مراجعت کنی. مردم ما میدونن که ایجوها کارام نبود نمیکنن، میخوان که به رحمانوف مراجعت بکنن. وقتی به رحمانوف مراجعت میکنن یا که او انسان ها واپشه گم میشون یا که نمیبینن قضیه شونه. اگر کم در سریوزنی تر باشن میگن که اینا رو واپشه ریشه شونه بکوی. اینا نمیخوان که این ملت صدا بلند بکنه. ما میخوایم که یک ملت باشیم که حق خودمون طلب کرده بتونیم. ما هیچ چیزا میخوایم برای جامعه. و همین خاطر مردم بی‌طرف نباشه، بگیم که آبونه شوه در برنامه‌های ما، بگیم لایکاتون بگذاره برادرای عزیز. ما برنامه وقت جدا میکنیم، برنامه میکنیم،
واقعا هم بگیم که بیننده ها دارن کم شده است. یعنی ما را 50 در 50 قریب بازی 40 در 60 بگیم ما تماشا دارند. 40% روسیه، 60% تاجیکستان. و همین خاطر برادرای عزیز لایکاتون بمونه، ابونه بشه، رقم‌های تلفن‌های مخالفین هست، بپیونده با ما، هم صحبت بشیم. ما برادر هستیم، باید یک کاری بکنیم که ترم آزادی میخواهیم، منم آزادی میخواهم. پدر و مادر ترم سوید نداره، پدر و مادر منم نداره. پدر و مادر تام رای درست نداره، پدر و مادر منم رای درست نداره. مکتب کودکی ته نداره، مکتب کودکی منم مکتب نداره. به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که این مشکلی‌ها را برای برطرف کردنش باید ما یکم رحمان برطرف بکنیم که پسان بعد با این مشکلی‌ها را ما حل کرده بتونیم. تنها حکومت آینده این چیزا را میتونه که این مشکلی مردم حل بکنه. این رحمانوف هیچگاه مشکلی این ملت حل نمیکنه، این حل نخواهد کرد. همه گفتنی بودم برادر عزیز. زنده و سلامت باشی برادر، زنده و سلامت باشی. تشکر که تا برنامه داخل شدید صحبت کردین. خدا نگهبان. زنده و سلامت باشی. ان شاء الله که همین که یگان مخالف برنامه کنم و میخوایم که برای فکر نظرمون بگیم. باید نمیدونم من مردمی که در اروپا ان لااقل شما برای صحبت بکنید برادر عزیز. به خدا من در چه حیران میشم که امروز چی وای است که چی یک نفر زنگ زد، چی گپ است که مردم مخالف امروز در اروپا بگن در برنامه‌های همدیگر نیستن. برادر عزیز، ما اگر خدمون برایم در برنامه خدمون صحبت بکنیم، باور کنیم جمهوری ما حکومت ما کجا برسه به مهاجر به یک آدم دیگر را بگیم دعوت بکردن. ما زیاد هستیم. متاسفانه بگیم که مردم نمیدونم یا که در قفای کارشونن یا که میگم منم خیلی بیکار که بگیم که میخوام که فقط صحبت بکنم با مردم. من دعوت میکنم بازم یه بار دیگه که مردم بی‌طرف نباشه، بیای بگیم در برنامه فعال باشه. لایکا را بمونه برادر عزیز. لایکا سبب زیاد شدن بینندگان ما و شما میگرده. خب باقی خدا نگهبان. سلام علیکم. زنده و سلامت باش برادر الماس. تشکر برادر الماس. پیوسته ان شاء الله با صحبت بفرمو آزادی اگر صحبتی داشته باشی. آزادی صداش نیست. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، روند انقلاب همین گونه آغاز پیدا میکنه. یعنی در قدم اول ظلم از حد حدود میگذره، یعنی از حد حدود میگذره، مونوپولی زیاد میشه. خب یعنی تمام ساحه مونوپولی کردن میشه. فشار حد اکثری بالای مردم بیشتر میشه. یعنی تمام جامعه شهروندی، روزنامه‌نگاران، خب حقوق شناسا، تمام اینا برده پشت پنجره جامعه شهر پشت پنجره برده میشن یا اینکه کشته میشن به اصطلاح. مخالفان سیاسی که کاملا از کشور برده میشوند. تمام جامعه وقتی که اینو در ساحه یعنی در جامعه هستن، مردم کم امید میکنه و فضا را میبینه که نید شاید از حاکمیت وابستگی نیست. اما وقتی که همینو از بین میروه که الکی در تاجیکستان از بین رفتن، بعد شروع میشه فضای دیم. فضای دیم چی است؟ فضای دیم رسیدن به انقلابی است که وقتی که ملت میبیند که همین زینه‌ای که ما اومدیم رسیدیم، همین زینه یعنی از حکومت کاملا یعنی اومدیم رسیدیم که هیچ فایده، یعنی همین مشکلات ما واقعا یک مشکلات اجتماعی تنها خود ما نیست، بلکه مشکلات سیستماتیکی است، مشکلات در نظام است، از ما تنها وابستگی نداره. در او صورت یعنی همین ظلم، ستم، مونوپولیا و در گرفتن همه چیز در وجود انسان ها و ساکنان یک کشور حس کرده می شود. حاضر مثال میگیریم همین مردن و کشته شدن مهاجران مهنتی در خارج کشور با گناه‌های گوناگون، الکی مردم بر روزهای نزدیک احساس میکنن بعد از کراکو سیتی، بعد از این کشته شدن این سه جوان دیگر و این الکی در گوش تمام ملت و ساکنان جو کرده می شود که همین
مسئله انفرادی نیست، شخصی نیست، این سیستماتیکی است، این نظامی است. وقتی در سیستم ما مشکل موجود است و این احساس کرده می شود، پس ناراضیتی و بدوری مردم در اینجا آغاز می شود. یعنی مرحله مهم اینجاست. حالا مرحله سوم در کجاست؟ مرحله سوم مرحله فکرتیهی و رساندن بیداری به گوش جامعه. یعنی حاضر تاجیکستان در مرحله دقیقی که باید احساس بکنه که همین مشکلات اجتماعی و فردی شخصانه است. یعنی یک مشکلات فردی یک خانواده نیست که فرزند شد در روسیه به فلان جرم کشته می شود. یعنی این مشکلات فردی آنها نیست. و اگر این را چگونه مردم کاملا احساس کنند، پس ما به زینه سوم، این زینه سوم زینه است که پس آزاد اندیشا، جامعه شهروندی، متفکرینی که امروز در رسانه‌های مجازی بیشتر معروفیت دارن، شهرت دارن و توانایی فکر دادن دارن، اینها به میدان برمیگردن و این نقاط را به مردم باید برسانن که مردم همین مشکلات را مشکلات انفرادی ندانند و در اون صورت ما برمیگردیم میرسیم به همون زینه‌ای که این فضای دو را به فضای سه پیوست میکنیم و در اینجا انقلاب آغاز میشود. ما در قدم اول داشتیم که حکومت ظلم را زیادتر میکرد، مناپولیا میکرد، تمام ساحه را زیر نظارت خود میگرفت، سیاسیون را از بین میبرد، مخالفت را در داخل تاجیکستان کاملا زیر نظارت میگرفت یا اینکه کاملا زندان میکرد، بیرون میکرد و تمامی رسانه ها زیر نظارت خودش میگرفت، روزنامه‌نگارای آزاد فکر آزاد روشن را زندان میکرد، جامعه شهروندی و اینستیتوت ها را کاملا از بین میبرد و این طریقتی فضا را از بین کاملا میبرد و فضا را کاملا میبندد. پس در اینجا ما برمیگردیم به مسئله فضای رشته دوم شروع میشود و در ساحه دومش اینجا درک مشکلات که انفرادی نیست. اگر ما از همینجا بر آمدیم که همین ناپولی، ناداری و قتل کشتار نسبت هر یک ساکن یا که ظلم کردن این چیز انفرادی نیست، این سیستماتیکی است. و اگر ما به این خلاصه اومدیم رسیدیم و ملت اومد به این خلاصه رسید، پس انقلاب نزدیک می شود. این رو به ملت کی میرساند؟ ما به مرحله سوم میرسیم. آزاد اندیشانی که امروز در خارج کشور قرار دارند و توانایی فکر دادن و توانایی گفتن حقایق و رسانیدن حقایق به دوش این مردم هست. و اگر این نقاط را ما رساندیم، پس مطمئن باشید که انقلاب نزدیک است و انقلاب صورت میگیرد. بر اساس همین مطمئن باشید که ما در روند رسیدن به یک انقلاب در تاجیکستان قرار داریم. این رو دور نبینید. ببینید باز زیادی برادران میگن که ما 10 سال میشود در راه مبارزه هستیم و در این طول 10 سال هیچ کاری انجام ندادیم. برادران عزیز، در طول ما سالهای مثلا 2012 هم مثلا نظر کنیم، 2015 نظر کنیم، در داخل وطن ما حزب‌های سیاسی مخالف موجود بود، روزنامه‌نگاران آزاد اندیش موجود بود، جامعه شهروندی که مؤثر بود، تاثیرگذار بود موجود بود، روزنامه‌نگارا و روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها موجود، یعنی یک رادیوهای مخالف موجود بود. تو اندازه میشید گوناگون اندیشی و گوناگون فکری را در جامعه دید و تاثیرگذاری آنها را برای دیگر ساختن کدام قانون‌ها و یا ساختن کدام ظلم ستم یعنی دیگرگون کردن آنها میتوانید احساس کرد. ولی فضا بعد از سالهای 2016 17 سخت‌تر شد و بعد از سال 2020 که آخرین نقطه این دلیر امام علی و اینها رو کاملا از بین بردن، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یگانه حزب مخالف رو از بین بردن، با شاکرجان حکیمov اینا رو تقریبا با بازنشست روان کردن و بعدا الان دیدیم که زندان کردن. این فضا اومد تا اونجایی رسید که امروز کاملا فضای تاجیکستان به همون مرحله اول که کاملا باید از بین برود و ظلم ستم حدودش رو بگذرد گذشت. پس ما گذشتیم به مرحله دوم و مرحله سوم که با هم ارتباط دارن. اینها رو اگر ما در این مرحله کار بکنیم و تاثیر بگذاریم، مطمئن باشید که مرحله آخر که انقلاب است و این از اینجا سرچشمه میگیرد.
پس وقتی که ما در اینجا میایم حرف میزنیم و موضوع انقلاب رو یک موضوع مهم میدونیم و در هر برنامه نسبتش صحبت میکنیم، مطمئن باشد که انقلاب میشود و انقلاب رو از همین جا باید آغاز کنیم. یعنی رفتن، رسیدن به انقلاب، این احساس و درک هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان نسبت همون است. یعنی آغاز انقلاب از داخل خودمون. اول اینجا باید ترس رو دور بکنیم و انقلاب از داخل خودمون آغاز بکنیم. انقلاب داخل خودمون بیرون کردن ترس از داخل خودمون است. وقتی که با این پیروز شدیم، اینجا انقلاب کردیم، پس مطمئن باشید که انقلاب دیگرش نزدیک می شود. برای همین ما این حال انقلابی را در داخل خود انجام بدیم، به این مبارزه ببریم و فکرها و اندیشه ها را در جامعه برسانیم و جامعه را بیدار بکنیم که اون جامعه درک کند که این مشکلاتی که امروز هست مشکلات انفرادی نیست، مشکلات شخصی نیست، بلکه مشکلات سیستماتیکی، مشکلات حکومت است که ظالم است که بالای سر ما میارن میرسونن. به همین خاطر تا اینجا ما گفتیم و خواهیم گفت و در آینده را مبارزه برای رسانیدن حق میبریم. پس درک مسئله از جانب شماست. باید شما شهروندان جمهوری تاجیکستان و مردم کشور عزیزم باید این چیز را در گوش خود، در بدن خود، در بدن خود، در وجدان خود جا کنید و درک کنید که انقلاب وابسته به خود شماست و روز ای را درک کردید و روز ای را احساس کردید و روز به این عمل کردید، اون روز انقلاب تاجیکستانیان فرا میرسد و ما در تاجیکستان یک انقلاب مردمی را به راه می اندازیم که در اون انقلاب دیگرگونی، دیگر اندیشی، جایکاری و یک حکومتی که اون حکومت وابسته مردم باشد و مردمی متفکر و دانشمند در سر حاکمیت باشند قرار خواهیم داد. و مطمئن باشید که اگر فردا ما باشیم نباشیم، شاید در روند انقلاب کشته شیم، زخمی شیم، معیوب شیم، گنگ شیم و هر راه دیگه امکان دارد که حرف زدن نتوانیم، یا شاید هم که در مابین ما کسای فسادکار را پیدا شود که همونطوری که در گرجستان وقتی پرزیدنت پیشین ساکشوالی بود، یادم اسمش سر زبانم خوب نمیآید، وقتی که انقلاب کرد در گرجستان، وقتی به سر قدرت آمد، اولین کسایی را که زندان کرد رفیقای نزدیک خودش که با خودش انقلاب کرد اونها بودن. 2 نفر اونهایی که در سطح وزیر کار میکردن، اون فساد گرفتن، اونها را زندان کرد و با دیگرها رفیقای دیگری اش گفت که هر کسی که در اینجا فساد در دست میزنه مطمئن باشد که زندان کرده میشود. چرا چون این کار کرد؟ به خاطر که انقلاب خلردار کرده نشود و جامعه پیشرفت کند و این جامعه پیشرفت میتواند آینده ملت را نجات بدهد. و اگر همین رفیقایش رو زندان نمیکرد، همون سیستمی که قبلی بود، گرجستان قبلی، گرجستان به همون سیستم باقی میمون. یعنی اگر ما مطمئن باشید که کدام ما در آینده به فساد داده شدیم و ملت این رو در نظر نگرفت، مبارزه را نبرد، ایستادگی نکرد، همین حکومت امامعلی رحمان دوباره برقرار می شود. پس در برابر انقلاب باید ما برای چی میگم که انقلاب باید از اینجا از داخل خودمون آغاز کنیم؟ چون انقلاب از داخل ما آغاز شد، در آینده ما اجازت نمیدیم که کسی فساد کند، کسی ظلم کند، کسی حقوق مردم تاجیکستان رو پایمال بکند. شما دیدید که بعد از اونی که پرزیدنت گرجستان وقتش تمام شد و انتخابات جدید شد، عین حال گرجستان دویم باره به همون ساختار قبلی دیکتاتوری برمیگرده. چرا؟ چون مردمش از اون بیداری دور رفت و فکر کرد که الکی آزادی را در دست آورده است. وقتی که پرزیدنت پیشینش که برای یک گرجستانی آزاد مبارزه برد، حاضر در زندان است و آزادی بیان آیسته آیسته داره از بین میرود و بازم حکومتش طرف استبداد، ظلم و این طرف داره میرود. یعنی چرا؟ چون مردم در آخر اومد بازم در بری کسایی نایستاد، اشخاص کسایی نایستاد که چیکار کنن؟ انقلاب کنن. مقایسه گرجستان با قرقیزستان در این است که وقتی در قرقیزستان اتنبویف از پرزیدنتی وقتش تمام شد کنار رفت، در جایش جونیبک یعنی یک نفری نزدیک خودش را با پیشنهادش آورد، رئیس حزب آورد، در سر قدرت موندش.
بعد از 1 سال 2 سال وقتی که انتخابات پارلمانی شد و جونی بیگ در اینجا خیانت کرد و پارلمان آوازهایش رو توسط پل خرید، این انتخاباتی که با پل خریده شده بود ملت قرقیز ایران نپذیرفت و برخواست جونی بیگ رو از قدرت گرفت و این نفر نو جباروف رو به قدرت آورد. اما گرجستان چون این کار رو انجام داده نتونست. برای همین گرجستان داره طرف استبداد میروه و قرقیزستان در ساحه اصلاحات برای بهتر ساختن وضعیت کشورش و برای مردم سالاری داره طرف پیشرفت میکنه، اوست میروه. پس مشکلات از اینجا آغاز میوه، از فکر ما، اندیشه ما و انقلاب در وجود ما. اگر ما انقلاب رو در وجود خود جای کردیم، پس مطمئنا که باشید که ما هر روز ما بهتر 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 میرود. همون روزی که ما فکر کردیم که ما به این ساحه رسیدیم، ملکه دیگه تمام انقلاب شد، فکر دیگرگون شد، حکمت ما حکمت مردمی است و هیچ کس به ما ظلم نمیکنه، تمام همون روز همون حکمتی که در طور سری ما هست همون ظلم می شود دوباره. پس باید انقلاب و حق طلبی در وجود ما از همون اول تا آخر تا انتها باید باشد. یعنی ما این را باید پرورش بدیم در وجود هر تاجیکستانی. پس مطمئن باشید که انقلاب نزدیک است و انقلاب می شود و انقلاب بدون شک می آید و انقلاب از بین نمی رود. و اگر که انقلابی که ما در وجود خودمون جای نکردیم و در وجود فقط 10 نفر 100 نفر 1000 نفر ساکنان تاجیکستان بود، مطمئن باشه که ملت دویم باره به نابودی می رود، ملت دویم باره از بین می رود و انقلاب از بین می رود و این نفرانی که بیرون و آزاداندیشن و مثل گی در گذشته هزارها پشت پنجره رفتن، ما شکر جان حکیم فرانمونه مثال زدیم، همین گونه هر کسی پشت پنجره برده می شود و باز یک حکومت استبدادگار و یک حکومت ظالم، یک حکومت وحشی به سر قدرت میاد، باز برای این ملت ظلم و ستم میکند. پس همدیاران و هموطنان عزیز، ما برای بهتر ساختن وضعیت انقلاب رو از داخل خود آغاز میکنیم و برای آینده مبارزه میبریم. پیشنهاد اولی است که ما همین ترس را از خود کنار بگذاریم. ما آغاز بکنیم به آموزش حقوقهای شهروندی. یک شهروند در یک کشور چه حقوق دارد؟ ما حقوقهای خود را تا زمانی که ندانیم اون ترس را از وجود خودمون دور نمیکنیم و انقلاب را در داخل خودمون جاری نمیکنیم. اولا حقوقهای شهروندی خود را بدانیم. این یک نکته. نکته دیگه، همین فکرهایی را که ما در داخل خودمون جا کردیم و انقلاب رو انجام دادیم، پس برای انقلاب کردن در داخل فکر دیگر را تلاش بورزیم. هر لحظه ای که ما توانستیم جلب کنیم و فکرها را در دل مردم، در وجدان مردم جا کردیم که مردم انقلاب روی فکری را در داخل خود جای کردن، ترس را کنار گذاشتن و اون زمانی است که ما به انقلاب اصلی که در تاجیکستان دگرگونی به میان می آید به دست میاریم. به همین خاطر ما وقت طولانی نمی کنیم دوستان و هموطنان عزیز، تقریبا 1 ساعت 57 دقیقه در پخش مستقیمیم. همدیران برنامه رو لایک بگذارین، کامنتاری بنویسین یا که نظریات بنویسین در زیر نواری ما و کوشش کنین که برنامه بیشتر پخش شد. من وعده دادم که همیشه در برنامه کوشش میکنیم که در موضوع انقلاب بیشتر صحبت کنیم، اگرچه این موضوع طولانی تر است، فکرها رو یوری دید، فکر بیشتر می شود و این موضوع ها را ما چندی بیشتر صحبت میکنیم. ولی از همه مهم این است که همدیاران و هموطنان عزیز باید شما ما را دستگیری بکنین تا اینه که این فکر را فراتر کنیم از این چیزی که در یک سامانه مجازی است. این فکر باید در قلب‌های مردم ریشه بدوانه. فکر بیداری سیاسی باید در تمامی مردم جهان موجود باشد و مخصوصا مردم تاجیکستان که امروز به ظلم ستم آغشته هستند. به همین خاطر ما و شما همدیاران و هموطنان عزیز باید چیکار کنیم؟ باید در قدم اول مبارزه ببریم، در قدم اول در مقابل این ظلم و ستم بایستیم. همدیاران و هموطنان عزیز،
برنامه ما خیلی طولانی شد، وقت شما را نمیگیرم و همونطوری که شما دیدید دیگه تقریبا 2 ساعت شد. اگر چیزی رو که ذکر نکردیم انشالله با برنامه بعدی ذکر خواهیم کرد و کوشش میکنیم که بیشتر در حضور شما قرار بگیریم و برنامه دیگری را انجام بدیم و تشکر میکنم که طول تقریبا 2 ساعت تحمل کرده صحبت‌های ما رو سخت گفتیم، سنگین گفتیم و شاید هم که در کجای کسی شما را شاید رنج آورده نباشیم. از همه شما عذر میخوایم همدیران و هموطنان عزیز. امیدوارم که الله متعال همه ما و شما را در این راهی انتخاب کرده ایم پیروزمون بگرداند و ما را به اون راهی مقدسی که از برقرار کردن عدالت کامیاب بگردانه، به اون برسانه و پروردگار ما را به اون روز برسانه که شمشیر انقلاب و پرچم انقلاب در مرکز تاجیکستان در شهر دوشنبه در دست ما باشد و ما بتوانیم در تاجیکستان اون پرچم انقلاب را برافشانیم و ملت تاجیک را سرفراز بگردانیم و کشور را از این ظلم، از این ستم، از این بهتان نجات بدهیم. ما دعا میکنیم که پروردگار این ظالمان را، این فاشیستان را، این متکبرین را پروردگار نابود بسازد توسط این مردم، توسط همین مردمی که اینها ظلم و ستم کردند. پروردگار را، مردم تاجیک را از این ظلم و ستم، از این ظالمان، از این ستمکاران، از این دزدان، از این جلابان نجات بده. پروردگارا ما را برای پیروزی، برای رسیدن به انقلاب و به هدفهای نیکی که داریم پروردگارا ما با آنها برسان. پروردگارا دلهای ما را از بغض و عداوت، از کینه، از کدورت، از بدبینی دور بگردان. پروردگارا ما را برای اتحاد وحدانیت هدایت بفرما. پروردگارا تمام مخالفان را در یک صف نگاه بدار و در تحت یک پرچم نگاه بدار و آنها را به سوی یک تاجیکستان آزاد شرفمند بگردان و برای تاجیکستان آنها را پروردگار حفظ بنما و هر کسیش که پروردگار نیتی نیکی برای خدمت این ملت دارد پروردگار به نیتش برسان. پروردگارا این ملت مظلوم را به سرفرازی و بهتر ساختن وضعیت دیگرگون بگردان. پروردگارا بیداری دینی، بیداری اخلاقی، بیداری سیاسی را در دین مردمی تاجیک جای بگردان. پروردگارا ما مردم مظلوم را مشرف بگردان که از این دولت‌های غربت، از این دوری نجات بیابیم و به نزد زن و فرزند، به نزد مادر و پدر، به نزد نزدیکان خود، از همه مهم به وطن خود و سرزمین خود بر بگردان. پروردگارا نجات بدین از این جایهایی که قرار داریم و ما را به جای ببر که در اونجا ما میتوانیم به امت محمد صلی الله علیه و سلم، به ملت تاجیک و مردم تاجیکستان خدمت بکنیم. پروردگار ما را خادم این ملت بگردان. پروردگار ما را موظف بگردان که در راه خدمت این ملت به شهادت برسیم و خدمت کنیم و عمر خود را خدمتی این ملت و این مردم بگردانیم. پروردگار ما رو محتاج هیچ شخصی نگردان. پروردگار ملت ما رو محتاج هیچ ملت دیگری نگردان. پروردگار ملت ما رو از این ظلم و ستم فاشیستایی که در فدراسیون روسیه هر روز نسبت ما ظلم میکنند پروردگار ما رو نجات بدید. پروردگار این مظلومین را از زیر ظلم ستمکاران نجات بده و به وطن خود و سرفرازی برشون بگردان. پروردگار هر کسی که نیت نابودی ما را بگرداند پروردگار نابودش بگردان. پروردگار هر کسی که نسبت ما نیت بد دارد، نسبت عملهای ما عملهای بد میکند، پروردگار عملهای آن را ناکام بگردان. پروردگار ما را برای راستی و برای اهدینا الصراط المستقیم هدایت بفرما. ما دعا میکنیم که پروردگار این ظالمان را بار دیگر سرنگون بگرداند و مظلومان را به حق خودشان، مظلومان را به حکمت، به قدرت، به خدمت این مردم بر بگرداند که اینها بتوانند اون ظلم را که دیدن بفهمند و ملت را از این بهتان، از این ناحقی و از این راهی که به نابودی می رود نجات بدهند. چون این مظلومان درک میکنن، ظلم دیدن، ستم دیدن، پستی را دیدن و درک میکنن که مظلومی چیست، درک میکنن که جای پستی چیست، درک میکنن که وظیفه داری چیست. چون اینها هم خیانت دیدن، اینها هم ظلم دیدن، اینها هم ستم دیدن. پس اینها را به اون جای برسان که توانایی خدمت کردن این ملت را دارن. پروردگار همه ما و شما را
نگه باشد، در امانش حفظ کند و ظالمان را نابود بفرماید. من شما را به خداوند میسپارم تا برنامه دیگر. پروردگار همه شما را حفظ کند و دهان شما، جان شما، سلامتی شما را پروردگار در امانش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.